یک بحثی همیشه در کشور است که ایدئولوژی چیز خوبی نیست. اینو از کجا یاد گرفتیم؟ گفتش که اگه اسرائیل هم به وجود نمی‌آمد ما باید تلاش می‌کردیم به وجود بیاریم. هر انتخابی که شما می‌کنید حتما به نفع یک تعدادی از مردم به ضرر تعداد دیگه است. تاریخ غرب تاریخ تضادها، درجاتی از دموکراسی با قرائت‌هایی از دین قابل جمع، ترویج آزادی‌ها و بی‌بندوباری‌های جنسی شاخصه دیکتاتوری‌ها. حکمرانی فرهنگی ما در طول این سالها چه نسبتی با مقوله حجاب؟ اگه میشه شما دموکراسی رو بخواد در کشور مستقر کنید بگید حزب نمیخواد. اگه شما تاریخ رو ندونی میافتی به تئوری‌های توطئه. نباید بگه امضای کری تضمین. واقعا تصورتی میکنم یا آقای ترامپ نمیامد الان تحریما برداشته شده بود. شورای نگهبان منظورش از استصوابی تایید و رد صلاحیت کاندیدا. تمام فولادسازی ایران یا دولت یا دستگاه‌های شبه دولتی اداره از حق مردم باید کامل دفاع. هر حرفی راجع به جمهوری اسلامی بزنی اهمیت پیدا. من میتونم امر حق رو تضعیف نکنم، نقدم رو بهش بگم. این نسلی که متولد شد تمام فولادسازی ایران یا دستگاه‌های شبه بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و فرهیخته شبکه 4 سیمای جمهوری اسلامی ایران. خدا رو شاکرم که توفیق داد با دوره جدیدی از برنامه شیوه شنبه شب‌ها در خدمت شما باشم و امیدوارم که مانند سالهای گذشته الحمدلله شیوه مورد توجه خیلی از بینندگان عزیز، فرهیختگان بزرگوار، اهل مطالعه، سیاسیون، کسانی که در حوزه‌های مختلف مسائل کشور و حکمرانی به نگاه اندیشمندانه به این مسائل علاقه‌مندند مورد توجه قرار گرفته و امیدواریم که دوره جدید هم چنین باشه. عرض تسلیت دارم خدمت همه شما بزرگواران. ایام فاطمیه رو فردا شب شهادت حضرت زهرا علیها السلام هست. انشالله که همه دوستان و بزرگواران ما را از دعای خیرشون فراموش نکنند. خب ما امشب به عنوان اولین جلسه دوره جدید شیوه بحثی رو آماده کردیم که به نسبتی سیاسی، اجتماعی و دارای ابعاد فکری است. در دولت جدید ما با یک رویکرد و شعاری مواجه بودیم با عنوان وفاق و خب معمولا در حوزه‌های نظری این مسائل چالش برانگیزه و بحث‌ها و رویکردهای مختلفی راجع به مسئله هست. من طرح بحث نمی‌کنم و ابتدا دو میهمان عزیزمون رو که هر دو از اساتید خوب و جوان کشورمون هستن خدمتتون معرفی میکنم. خدمت آقای جمشیدی هستیم، پژوهشگر حوزه فرهنگ، و جناب آقای محمد رضا جلایی پور. خیلی خوش آمدید. آقای جلایی پور هم که از جامعه شناسان خوب و حوزه مطالعات راهبردی رو در خدمتشون هستیم. آقای جمشیدی عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت حضرت عالی. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، خدمت آقای جلایی پور و مخاطبان فاضل و فرهیخته شبکه 4. خیلی خوشحالم که افتخار دادید، دعوت کردید گفتگو کنیم در مورد این مسئله راهبردی و مهم که البته کم هم در موردش حرف تئوریک زده شده. انشالله این جلسه و این فرصتی که داریم بتونیم یه تعداد گزاره معرفتی و نظری ساخته و پرداخته کنیم، شاید بشه مسئله وفاق رو صورتبندی کرد انشالله. سلامت باشید بزرگوار. آقای جلایی پور عرض سلام خدمت شما. به نام خدای مهربان و عادل منم سلام عرض کنم خدمت شما و بینندگان عزیز و جناب آقای جمشیدی. تسلیت عرض میکنم ایام فاطمیه رو در خدمت. سلامت بشه آقای جلایی پور. ما معمولا بحث رو با بزرگتر سنی شروع می‌کنیم. البته ما هر سه نفری تقریبا همسنیم ولی خلاصه دیگه با اختلاف اندکی. آقای جمشیدی از شما آغاز بکنیم بحث. خدمت شما عرض که بحث من اینجوری صورت بندی بکنم خیلی کوتاه بعد بحث رو از حضرت عالی بشنویم. خب معمولا این واژگان تو حوزه علوم اجتماعی و علوم سیاسی و اندیشه سیاسی، حالا بستگی به اون دیسیپلینی که در واقع صورت بندی میشه، یه تاریخی داره، یه تباری داره و مخصوصا ما چون این واژگان رو خیلی هاشو ترجمه کردیم و وارد فضای فکری کشور کردیم، معمولا اون تبارش در یه گم میشه، یعنی میره در یه حاله از ابهام و ما با یه ابهام معنایی معمولا در حوزه واژگان به خصوص ترجمه‌ای حوزه جامعه شناسی، اندیشه سیاسی و این واژگانی که ازش استفاده می‌کنیم مواجه.
خب هر کس شعار وفاق رو میشنوه ابتداعاً مثل خیلی از شعارهای زیبای دیگه ما، مثل آزادی ما، مثل عدالت، مثل تنش زدایی، مثل خیلی از بحثایی که در حوزه در واقع سپهر سیاسی ایران مطرح شده، یه طنین مثبتی برای ما داره و البته خیلی از اندیشمندان هم در حوزه‌های مختلف اینو صورتبندی کردن، از چپ‌ها و مثلا اندیشه تضادی‌ها و مکتب تضادی‌های جامعه شناسی و اینا تا راست‌ها و سرمایه‌داری و انواع اقسام صورتبندی‌های بالاخره این واژگان و البته واژه وفاق در این مسئله وجود داره. و خب ما باید پاسخ بدیم که اگر کسی وفاق رو به کار میبره بتونه به این سوال‌ها پاسخ بده که وفاق با چه کسانی، با چه روشی، برای رسیدن به چه غایتی، با مخالفان میخواد چه بکنه، بر اساس چه بنیادها و مبانی وفاق میکنه، چارچوب‌هاش چیه، محدودیت‌هاش چیه، اون خط قرمزهایی که در واقع اونجا اون نظریش کار نمیکنه یا وفاق رو نمیخواد، با دیگری خطکشی میکنه چیه. باید بتونه بالاخره این 10-15 تا سوالی که معمولا در حوزه نظریات جامعه شناسی و سیاسی هست، من با تسامح معادل استفاده میکنم، بتونه پاسخ بده. این حالا من ببخشید جسارت کردم خدمت اساتید، سعی کردم طرح بحث اولیه رو داشته باشم تا مقدمه شما رو بشنویم. منم گفتم اگر دوستان موافق باشن 2 تا 10 دقیقه برای بحث اول در خدمتتون باشیم. بسم الله. بفرمایید. عرض کنم اگر اجازه بدید، چون دور جدید برنامه شیوه است، من یه چند تا نکته در مورد خود شیوه و گفتگو و شیوه گفتگو عرض بکنم که به نظرم یکی از عام میخواید بفرمایید. آخه یه قید خاص هم داره. یکی از معبرهای وصول به وفاق خود گفتگوست. یعنی مقدمه است که در حقیقت جزء متن به نظرم محسوب میشه. 6-7 نکته است اگه اجازه بدید من عرض بکنم. ما جمشیدی تو وقتتون حساب می‌کنید. حساب کنید بله حساب کنید. حالا من البته با سرعت البته اگه تعریف بکنید حساب نمی‌کنید. در مورد مطلق گفتگو میخوام سخن بگم. سلامت. نکته اول این است که گفتگوی نظری به قطع یک فضیلته، یه فضیلت حتی اخلاقیه به نظرم. جامعه دینی جامعه مباحثه‌ایه، جامعه واقعا گفتگوییه. جامعه دینی خط قرمز داره اما هیچ پرسشی در او ممنوع نیست، یعنی سوال مطلقاً آزاد است. تفکر یک ارزشه و تفکر هم با گفتگو کمال پیدا میکنه. تو سنت معرفتی قدیم ما میگفتن که مباحثه گاهی بالاتر از مطالعه هست، اینقدر مؤثره. و میخوام نتیجه بگیرم کم فروشی در احتجاجات باعث غلظت در تحکمات میشه. هر اندازه ما در احتجاج و گفتگو و استدلال کم بذاریم، ناچاریم از قهر و غلبه استفاده کنیم، یعنی دچار سوء مصرف میشیم. نکته دوم، دیگری ها رو نمیتوان و نباید پنهان کرد. بازی نظری اصلا با حضور اغیار معنا پیدا میکنه. ما نمیتونیم با خودمون گفتگو بکنیم. فقط کسی که استدلال نداره دنبال میدان یک طرف است و مرد معرکه بی حریف و بی رقیبه. دیگری ها نه با ندیدن هضم میشن، نه با ندیدن مسئله ها حل میشن. نه چیزی هضم میشه نه چیزی حل میشه. نکته سوم، گفتگو، مناظره، مباحثه حاشیه تزیینی دوره‌های بحرانی نباید باشه. یعنی امر معطوف به شرایط اضطراری نیست، مسکن تنش و اختشاش و درگیری نیست، موقعیت و موسمی نیست، برای همیشه است. یعنی مواجهه نظری منطق مستمر جامعه دینی است، منطق جامعه دینی است، نه یک ابزار برای تخلیه تنش و تزاحم و تکانه اجتماعی. این روایت ازش نادرسته که ما بخوایم موقعیتی با مسئله گفتگو و مناظره مواجه بشیم. چهارم، صراحت رادیکالیزم منفی نیست. اینم یک گزاره غلطیه که تصور میکنن هر نوع صراحتی رو باید کنار گذاشت. نباید حقیقت رو در لفافه گفت، نباید تو اتاق تاریک گفتگو کرد. زبان علم زبان سیاست نیست و عالمان و محققان دیپلمات نیستن. فقر شفافیت در علم ابهام میاره، ابهام باعث سوء تفاهم میشه و نزاع رو بیشتر میکنه و از طرف دیگه محافظه کاری خودش دشمن حقیقته
بعضی اونقدر انتزاعی و کلیگو هستن که اصلا تعین معرفتی ندارن، یعنی بی جغرافیا و بی مرز و معلقن، اون چنان در حرف زدن تقیه میکنن که آدم باید نظرشون رو کشف بکنه، یه طوری یه اجتهادی میخواد، با آدم‌هایی درگیرن که قرنها پیش مردن، با کلیات درگیرن، یه نسبتی با مرحوم ابوالبقا و کلیاتش دارن. این فایده ای نداره، یعنی کلی بافی و کلیگویی راه به جایی نمیبره. نکته پنجم، ما گفتگو رو از متفکران انقلاب در دهه 40 و 50 یاد گرفتیم، نه از لیبرال های ایرانی در دهه 70. فصل نخست مباحثه اونجاست، دهه 40 و 50. نظریه پردازان ابتدایی انقلاب گفتگو پرداز بودن. شما ببینید آقای مطهری تا 3 روز قبل شهادتش جلسه داشت، شهید بهشتی باز همینطور. گفتگو سوغات فرنگی نیست، تحفه لیبرالی نیست. خودفهمی های ما اصلا در طول دوران مایی که میگم یعنی نسل متعهد به انقلاب، نه ضرورتا نسلی که در دهه 40 و 50 جوان بودن، خودفهمی های ما، خود آگاهی های ما تو اون دوره همش گفتگویی و احتجاجی بوده. ششم، گفتگوی آخریش هست دیگه، گفتگوی بی تأمل بی حاصل هم هست. ابتدا مطالعه و آنگاه تفکر. ما متاسفانه شاهد گفتگوهایی هستیم که دچار آفت قشریگری هست، دچار آفت عوام زدگی است. این در کمین گفتگوهای عالمانه است. بعضی همزمان با گفتگو تازه فکر میکنن که چی باید بگن. حرفای کوچه بازاری تنزل گفتگو سخیف میکنه. استدلال محتاج طرح ذهنی پیشینیه. بعضی ها حتی یک تکه کاغذ همراهشون نیست که چی میخوان بگن. خب اون حرف اون واقعا خدمت به گفتگو به نظرم نیست. از اون 10 دقیقه چقدر میاد؟ خدمت شما که نه داریم، چرا؟ خب 4 دقیقه بیشتر صحبت نکنیم. خیلی الحمدلله. سرعتتون خوب بود. خب این 6 تا نکته رو من در مورد گفتگو و آزاداندیشی به نظرم لازم بود عرض بکنم. اما در مورد این مسئله وفاق من مایل هستم بحث نظری و تاریخی رو ارائه بکنم و صورتبندی کنم که البته در تعامل با آقای جلایی پور قرار هست صحبت بکنم. یک منطقی دارم، یه منطق پایه‌ای دارم تو تحلیل خیلی از مسائل انقلاب. منطق فهم و تحلیل بسیاری از مسائل است، از جمله همین مسئله وفاق. آقای مطهری تعبیری داره به عنوان مغز متفکر انقلاب اسلامی، میگه راه آینده انقلاب به واسطه شناخت ماهیت انقلاب مشخص میشه. میگه لازمه حفظ انقلاب، لازمه نگهداشت و تداوم انقلاب شناخت ماهیتشه. پس حرف زدن در مورد ماهیت انقلاب یک حرف انتزاعی و فانتزی محض نیست، نه. ایشون در واقع میگه این سنگ محک قضاوته. خود عالم انقلابی سنگ محک قضاوته، یک واقعیت بنیادین ارزشیه. ما در دوره پسا انقلابی هستیم، نه به معنی عبور از انقلاب، به معنی عالمی که رنگامیزی انقلابی شده که به ما، به زبان ما، به ذهن ما هویت متمایز داده. ما نباید با ارجاع به لیبرال دموکراسی خودمون رو تعریف کنیم. ما وارد عالم انقلابی شدیم و طبیعتاً باید به آرمان‌های این عالم، آدم‌ها و متفکرین این عالم، واقعیت‌های این عالم ارجاع بدیم خودمون رو. این که بزرگان میگم اینقدر تأکید داشتن رو شناخت ماهیت انقلاب به همین دلیله که بر اساس تصویر از ماهیت انقلاب در مورد حال و آینده انقلاب قضاوت خواهی کرد. این یه نکته. نکته دومی که خب حالا ماهیت این عالم جدید تاریخی که واقع شده چیه؟ بزرگان انقلاب معتقدن، از جمله خود استاد مطهری و دیگران، میگن این حاصل خدا، امام هم همچین نظری داشت و دیگران، حاصل خودآگاهی قدسی انسان ایرانیه. یعنی این نسبت جدید حاصل نسبت جدید با آسمانه. این نسبت جدید که متولد شده، عالم و آدم دینی محقق شدن. ما داریم در مورد عالم تاریخی جدید سخن میگیم. آقای مطهری میگه روح این انقلاب مردم ایران اسلام بوده. معنای اسلامیت البته این نیست که همه انگیزه های دینی داشتن یا با یک ضریب مشخص و یک نواخت انگیزه دینی داشتن، نه، برآیند کلی این بوده و تو جریانات اجتماعی هم میدونیم اون برآیند و اون مجموع رو ما در نظر میگیریم. خب حالا از این چه نتیجه‌ای میخوام بگیرم؟ میخوام بگم
اگر ما در اون عالم تاریخی قرار داریم که داریم و اگر اون عالم تاریخی ماهیت دینی داره، دیگه نمیشود از وفاق سکولار، ایران سکولار، سیاست سکولار، علوم انسانی سکولار، سبک زندگی سکولار، اینا هیچ کدوم متعلق به این عالم تاریخی جدید نیستن و بیگانن. یعنی در واقع ضد انقلاب هستن، ایده های ضد انقلابی هستن، در برابر این عالم تاریخی ایستادن. این به نظرم یک نکته مهمی است که به عنوان منطق بیشتر وجه سلبی مسئله که وفاق رو نباید لیبرال تعریف کرد، نباید سکولار تعریف کرد، مگر اینکه دست تصرف دراز کنیم به سمت ماهیت انقلاب. یعنی بگیم نه این تفاصیل دیگه ای هم داره که بعضیا این کارو کردن. یعنی بعضی از نیروهای لیبرال معتقدن که ما باید به عالم انقلابی برگردیم. خب اون عالم انقلابی چطوره؟ اتفاقا خود عالم انقلابی متکثر بوده و ما هم انقلابی، منتها انقلاب یک رگه ایدئولوژیک و معرفتی خاصی نداشته، موزاییکی و چند پاره بوده که حالا من اینو اگه اجازه بدید بعد عرض بکنم یا نمیدونم اگر میخواید الان. من به نظرم الان یه وجه سلبی بحث شد. من یه مقدار نگرانم که در قسمت دوم اون چارچوب نظری ایجابی شما روشن نشد، دیر برسیم. من پیشنهاد میکنم اجازه بدید 1-2 دقیقه دیگه خدمت آقای جمشیدی باشیم. اگه راجع به خود وفاق و اون نکته ایجابیش هم بحثی دارید ببینید که حالا به اجمال ترجمه. من میخواستم از رهگذر نقد به اثبات برسم و کارو پیش ببرم، به حالا حرف آخر بزنم. حالا شما میخواید اول بزنم، بسم الله. من در عرصه دولت که حالا ارجاعات تاریخیشو میارم، یعنی به همون عالم تاریخی که گفتم و به آدماش و تفکرات و ایده‌هاش ارجاع میدم. من در عرصه قدرت رسمی معتقد به ایده دولت جوان حزب اللهی ام. یک جوان باشه، یعنی دیگه 300-400 نفری که تو قدرت بودن کافیه دیگه، باید یه چرخش و نخبگانی حاصل بشه، یه جوانگرایی رخ بده. و حزب اللهی یعنی آدم‌هایی که معتقد به اصالت‌های اون تاریخ انقلابی هستن. این از این که شما احتمالاً بوی انقباض رو استشمام میکنید، درست هم استشمام میکنید. اما در عرصه عمومی، یعنی در عرصه جامعه، واقعا معتقدم به انبساط حد اکثری، به تنفس دیگری ها که هیچ، به فریاد زدن دیگری ها. یعنی معتقدم که گفته ها و نکته ها باید اونجا مطرح بشه و عرصه عمومی به شدت باید منبسط. البته نمیگم بی قاعده، منتها میگم نسبت به حاکمیت و عرصه قدرت رسمی اینطور نیست که اگر میگم لیبرال ها در قدرت رسمی نباشن پس در عرصه عمومی هم هیچ سخن لیبرالی نباید گفته بشه. نه، این که اصلا میشه استبداد. دولت یک هسته سخت داشته باشه حزب اللهی، ولی فضای عمومی جامعه باز باشه. دولت اصلا حالا من از این چیزی که شما هم گفتیدم باز متاسفانه انتقاضی‌تر فکر میکنم. حتی هسته سختم نه. امام گفت 2 دسته نباید وارد حکومت دینی بشن، 1 اشراف، 2 لیبرال ها. 2 دسته رو ممنوع کرد. ولی در عرصه عمومی همه میتونن حرف بزنن و حتی در همین رسانه ملی حاضر بشن، نقد کنن، دیدگاهاشون رو بگن. ما که تو حکومت دینی آدم معصوم نداریم، سیاست معصومانه نداریم. ولی دولت وفاق با اون معنا که با مثلا لیبرال یا اشرافی وفاق حاصل بشه و اونام بخشی از قدرت رو بگیرن، نه این قطعا این ائتلاف ناگفتمانی است. اگه این ببینید، وفاق به معنی توزیع کرسی بین نیروهای سیاسی نیست. وفاق به معنی عبور از خطوط قرمز ارزشی نیست. وفاق به معنی مداهنه‌ای در امر شریعت نیست. وفاق به معنی باج دادن به اولیگارشی نیست. این اگه اینجوری تعبیر بشه، نه. اون وفاق حقیقی که حالا اون شواهد تاریخی رو باید عرض بکنم، حالا من لخت و اورگان اصل ایده رو گفتم، استدلالاشو که مطرح نکردم، چون باید من اینو اثبات کنم. یعنی باید با ارجاع به عالم انقلابی بگم. رو که اصلا میگید خودش رو. پس بنابراین در عرصه قدرت رسمی معتقد به ایده دولت جوان حزب اللهی، یعنی دولت ها دچار 2 تا اشکال بنیادین هستن. اولا قدرت میان یه حلقه بسته داره دست به دست میشه و قدرت پیر شده و آدم ها وامدار هم دیگه شدن و مناسبات سیاسی محض شکل گرفته. از طرف دیگه دولت ها دچار نوسان های ایدئولوژیک شدن، یعنی هیچ ایده‌ای به تمامیتش نرسیده، مرتب جابجا شده. انقلاب حرکت های زیگزاگی داشته. این به نظرم اصلا درست نیست. اما در عرصه عمومی همچنان که عرض کردم قائل به حتی تقدم امر اجتماعی. من قائل به دولت حداقل و جامعه حداکثر، یعنی جامعه منبسط
بسیار بسیار با تمام پهنای زبانش در عرصه عمومی باید سخن بگه. بسیار متشکرم. اما بزرگواری کرد، مخصوصا که نکته آخر اول گفتید خیلی به بحث جلو رفتن بحث کمک. آقای جلالی پور، حالا بجز اون چند دقیقه اول در ذرات گفتگو، آقای جمشیدی تقریبا 15 دقیقه صحبت کردن. ما هم در خدمت شما هستیم، صحبت شما رو بشنویم. خیلی ممنون. تعابیری که از وفاق میشه خیلی متکثره و برخی از این تعابیر به نظرم قابل دفاع نیست، برخیش قابل دفاع، بخشیش حتی ضرورت امنیت ملی شده به تعبیری. من احساس میکنم که مثلا آقای دکتر پزشکیان وقتی در ایام انتخابات این رو شعار اصلی دولتشون اعلام کردن، بیشتر منظورشون همون دعوا نکنیم بود، با این فرض که سیاست منازعه خیلی هم فرسا شده، هم بین نیروهای سیاسی هم بین جامعه و حاکمیت، و ما باید روابط همافزای حل مسئله‌ای بسازیم، بریم به سمت سیاست توافق. این سیاست ستیز، سیاست منازعه، سیاست حزب به نظرم تشخیص درستی بود که به ویژه از سال 98 خیلی قدرتمند شده بود و نتایجش داشت قدرت ملی ایران رو تضعیف می‌کرد و هم ضرورت‌های بقای ایران هم ضرورت‌های ارتقای ایران رو تحت شعاع قرار داده بود. من احساس می‌کنم که با اینکه این تعبیر خیلی ساده است، دعوا نکنیم، تشخیص خیلی درست و ژرفی پشتشه. اینکه ما به رسمیت بشناسیم سوار یک کشتیم، در معرض تهدیدات بزرگ قرار داریم که به ویژه بعد از این نسل‌کشی رژیم اسرائیل و جنگ تحمیلی 12 روزه به ایران خب خیلی بارزتر شد و نیاز داریم که حالا که هم مسئله ایم سوار این کشتی، هم در کشف مسئله هم در حل مسئله به تعبیری هم افزایی کنیم، همیاری کنیم، صرفاً حتی رقابت نکنیم، ستیز و حذف و تبدیل به رقابت کنیم، در بعضی جاها هم همیاری کنیم به معنی دقیق کلمه برای حل مسائل مشترکمون که تعدادش متاسفانه کم هم نیست. برخیش به مرز بحران داره میرسه. همین روزایی که الان ما داریم حرف میزنیم جنگل هیرکانی داره میسوزه، یکی از مهمترین سرمایه‌های طبیعی و بشری برای کل کره زمین، به خصوص برای ایران. با سابقه چند میلیون ساله ما هولوش نصفشو در 50 سال گذشته از دست دادیم. شش ایرانه، الان هم در آتش، بخشای قابل اعتنایش رو از دست دادیم. ظرفیت این که زودتر خاموشش کنیم رو نداشتیم، این ظرفیت رو باید بسازیم. خوشبختانه حالا موافقت شده، از همسایه‌ها هم کمک طلبیدیم، ناوگان هواییمون هم در خدمت اطفاء حریق بوده، ولی کافی نبوده. اگه ما میخوایم دفعه بعد اینقدر هزینه ندیم، ایران بیش از این شیره طبیعتش کشیده نشه، به ویژه با این الگوی توسعه مبتنی بر شاید بشه گفت حتی غارت منابع طبیعی، این بخواد تغییر بکنه، اگر این بخواد تغییر بکنه باید ظرفیت‌هایی بسازیم با همیاری، با همافزایی نیروهای سیاسی، با کاهش انواع شکاف‌ها. از این منظر یه برنامه سیاسی اجتماعی به نظرم خیلی سنجیده‌ایه، ولی در پس این ظاهر دعوا نکنیم ریشه‌های عمیق نظری تجربی وجود داره که من نمیدونم خدای دکتر پزشکیان به اونها نظر داشتن یا نه، ولی به ویژه در سالهای اخیر اونها غنی‌تر شده در چند حوزه پژوهشی. من به چند نمونهش اشاره میکنم. من به نظرم میرسه که این وفاقی که آقای دکتر پزشکیان میگه هم یه نظریه بستر داره، یعنی یه تصویری داره از وضعیت موجود، ما الان کجاییم، هم یه نظریه تغییر داره باز متناسب با شرایطی که داریم، که نمیخوام حالا وارد بحثی فنیش بشم. من احساس میکنم که بحثی که آقای پریچت و همکاران در کتاب دیلز اند دیولپمنت که متاسفانه هنوز ترجمه نشده کردن، یعنی توافق‌ها و توسعه، یا بحثی که آقای درکون توی قمار توسعه داره خوشبختانه اخیراً ترجمه شده، خیلی نزدیک به آنچه که من در گفتار آقای دکتر پزشکیان میبینم. نظریه تغییرش خیلی شبیه، ولی
وفاق دکتر پزشکیان و وفاقی که به نظرم قابل دفاعه، حتما یه نظریه عدالت و یه نظریه همبستگی هم توش هست. به تعبیر دیگه بدون ضمیمه نظریه عدالت کار نمیکنه در بلند مدت. نظریه عدالت هم که میگم بیشتر صورت‌های سنجش پذیرتر منظورمه، به خاطر اینکه باز تعابیر از عدالت خیلی متکثره. من چند نمونهشو میگم که به نظرم اینا قابل جمعن. یکی نظریه عدالت اوفلن که هلندیه در سیاست عمومی که میگه 3 بعد باید تقویت بشن: عدالت توزیعی، هم توزیع منافع و هزینه ها، هم منافع هم هزینه ها. توزیع عدالت رویه‌ای که مربوط به شمول و مشروعیت و نحوه تصمیم گیری، و عدالت به رسمیت شناختن، یعنی احترام، منزلت و پرهیز از تحقیر برای همه. خیلی این شبیه به اون 3 بعد عدالت که نانسی فریزر میگه، هر ستاش به انگلیسی با آر شروع میشه. من دوست ندارم خیلی به کلمات انگلیسی اشاره بکنم، ولی چون 3 تاش با آر شروع میشد با اجازه میگم. اولیش ریکگنیشن، همون به رسمیت شناسی که اوفلن میگه، درسه اجتماعی. 2 رپرزنتیشن، یعنی نمایندگی سیاسی. و ریدیستریبیوشن، یعنی بازتوزیع درسه اقتصادی. به تعبیر دیگه اوفلن و نانسی فریزر و پاره دیگر از نظریه پردازان عدالت از جمله رالز کاملا مخالفن با این ایده های جمشیدی که ما درسه اجتماعی باز کنیم، درسه سیاسی ببندیم. نیروی اجتماعی که به رسمیت شناخته نشه و درسه سیاسی نمایندگی نداشته باشه، عملا حتی اون باز توزیع هم اتفاق نخواهد افتاد. بیدلیل نیست کسی که در جعفرآباد کرمانشاهه اینقدر الان اسیر انواع تبعیض انباشته و متراکمه، انواع نابرابری‌های متقاطعه. چرا از کودکی فقط باید با یه فضایی که بازیابی زباله انجام میشه مواجه باشه، سطح آموزشش کم باشه؟ چون عملاً حتی یک نماینده در نهادهای عمومی نداره، حتی به یه معنا همقوم نیست با اکثریت اطرافیان، نماینده تو مجلس شورای اسلامی نداره و این باعث میشه که کسی به فکرش نباشه. شعاره که بگیم کسی که در جعفرآباد کرمانشاه زندگی میکنه بدون نمایندگی سیاسی میتونه باز توزیع عادلانه تری و مشمولش بشه یا حتی درسه اجتماعی وضعیت بهتری داشته باشه. به تعبیر من که فکر میکنم به معنای سیاست عملی عدالت خیلی نزدیکه، عدالت یعنی بس کاهش 4 چیز، 5 چیز: کاهش انواع تبعیض، کاهش انواع فقر، کاهش انواع نابرابری، کاهش انواع طرد و کاهش انواع فساد. همه اینا معانی عملیاتی دارن و یه اجماعی روی تعریفش وجود داره برخلاف تعریف خود عدالت و به نظرم همش خوبه تقریبا مطلقاً رفع بشه به میزانی که بتونیم به سمتش بریم، جز بعضی از انواع نابرابری که من قبول دارم اون 2 شرطی که مثلا اسکنلر میگه که اگه اون 2 شرط تامین بشه نابرابری هم به هر میزان ممکن خوبه کاهش پیدا بکنه، ولی نه بیشتر از اون. از جمله اینکه به نفع همه باشه و اون حد از نابرابری اگر به نفع همه باشه، مثلا یه انگیزه ایجاد بکنه، قابل دفاع میشه و حقوق و آزادی اساسی هیچ کس رو هم حق ندارید شما نقض بکنید. این 5 نامطلوب باید کم بشه. اگر ما این به سمت یه بسته عدالت همزمان با وفاق نریم، قواعد بازی عادلانه نمیشه و اون وفاقه بیشتر مثل میمونه که شما روی دیواری که مثلا ترک برداشته نقاشی بکنید، با اولین لرزه دوباره اون ترک ها خودشو نشون خواهد داد. شما باید قواعد بازی رو هم به تدریج عادلانه تر و فراگیرتر بکنید اگر میخواهید پایدار باشه. من چند دقیقه 5 دقیقه وقت دارید. خواهش می‌کنم. به نظرم از این منظر نوعی توازن نهادی پیش نیاز پایداری وفاق حل مسئله‌ای حول مسائل مشترک. یعنی صرفا شما با دعوت اخلاقی 1000 بارم بگید بیایید دعوا نکنیم، این اتفاق نمیفته. و یکی از لوازم این توازن نهادی اینه که این گروه‌هایی که ما به رسمیتشون میشناسیم اینها نمایندگی داشته باشن در عرصه سیاست و
به این معنا لازمه وفاق نمایندگی سیاسی داشتن هم هست. البته من میفهمم که این صفر و صدی نیست، دفعتا هم قابل حصول نیست، ولی باید بریم به سمت این که فراگیرتر بشه و قواعد بازی به تعبیری عادلانه تر بشه. شاید این سوال پیش بیاد که خب حالا وفاق به همین معنا و به زمینه یک نظریه عدالت و یک نظریه همبستگی که اگه خیلی کوتاه بخوام بگم، نظریه همبستگی وفاق قابل دفاع به نظرم باید همبستگی پلساز تکثرپذیر باشه. حالا یه وفاقی که با همبستگی پلساز تکثرپذیر و عدالت به این معنای سنجش پذیری که گفتم جمع میشه، به نظرم تا الان بیشتر ضرورت توسعه بود، ضرورت ارتقای ایران بود. اون موقع که دکتر پزشکیان شعارشو داد این چنین بود، ولی الان به ویژه بعد از این جنگ ضرورت بقای ایرانه و که به نظرم هم سرنوشت است با بقای نظام و به تعبیری الان هم بقا هم ارتقا هم امنیت هم توسعه لازمش وفاق به این معنا هست. از این لحاظ همه مؤلفه‌های قدرت ملی باید همزمان تقویت بشن، هیچ کدوم هم در برابر هم نباید تصویر بشه. اگر ما میخوایم بقای ایران تامین بشه، بقای ایران به معنی عام کلمه، این بقای هیرکانی هم منظور من هست. اگه میخوایم طالب‌هامون نابود نشه، اگه میخوایم بخشی از جامعه ایران نمیرن، امیدشون نمیره، خیلیاشون حتی دارن مرگ‌های ناشی از ناامیدی پیدا میکنن، انواع خودکشی مثلا کمتر بشه. یکی از دوستان من آقای فؤاد شمس همین چند هفته پیش خودکشی کرد. من به هیچ عنوان نمیخوام از خودکشی عمل قهرمانانه بسازم، ولی به نظرم با شناخت کافی میتونم بگم که قربانی پاره از تبعیض‌ها بود و اگه اون تبعیض‌های اتفاقا عدالت رویه‌ای نبود، او نه تنها خودکشی نمی‌کرد، یکی از امیدوارانه ترین کنش‌های هم نسل من رو می‌داشت. این فؤاد شمس کسی بود که مواضعش خیلی شبیه به این آقای ممدانی که الان شهردار نیویورک شده، بسیار شباهت داره. فؤاد شمس حتی نتونست کارمند شهرداری کرج بشه، یه آدم سالم، بسیار دغدغه‌مند خیر همگانی، عدالتخواه، تو همه انتخابات‌ها شرکت کرده، تو جنگ در صف اول بوده ضد تجاوز اسرائیل جنایت پیشه، ولی بعد از سالها فعالیت تلاش نتونست. قبلش هم چند بار ستاره دار شده بود. من به نظرم نظمی که فؤاد شمس رو نتونه بپذیره، به رسمیت بشناسه، بهش نمایندگی سیاسی بده و توی قواعد عادلانه بازیش بده، این نمیتونه به سمت بقا و ارتقای ایران هم بره. اگه 10 دقیقه بله بسیار متشکرم. حالا چون مثلا اون نقاط طلاقی هم، حالا من خودم یک دو سوال استفهامی داشتم میذارم برای دور بعد، یعنی من احساس کردم یه خیلی قابل توضیح هم هست و خیلی هم اتفاقا جذابه برای من که یه چرخش ادبیات بعضی موقع‌ها در بین رویکردهای سیاسی در ایران اتفاق میفته. خود این خیلی جذاب و قابل مطالعه است. حالا اینو میپرسم اگر یه زمانی فرصت شد. خب آقای جمشیدی، فکر کنم اون ایده تقابلش کاملا روشن شد که آقا دیگه موقعی که شما تو حوزه سیاسی به خلاص اون جریان‌های اصلی و بدنه اجتماعیتون وزن نمیدید، این یه در واقع وضعیت ناپایداری رو برای شما، یعنی دائما شما یه چالشی بین حاکمیت و بدنه اجتماعی دارید و این به تدریج منجر به اصولا فضای سیاسی کشور، فضای نمایندگی از وضعیت اجتماعی. شما چجوری این همه در واقع اختلاف رو تبیین میکنید که بله اونجا یه فضای بسته کاملا خلاصه به قول شما جوان حزب اللهی باشه، اینجا لیبرالان بیان بالاخره برای خودشون حرفشون رو تو صدا و سیما بزنن ولی تو حاکمیت رای نداشته باشه. این حاکمیت کاملا ناپایداری رو ایجاد میکنه. خیلی خوب. عرض کنم خدمت شما وحدت و اینا هم در واقع باید روشن بشه. خیلی خوب. من اول یه نکته رو عرض بکنم، یه نکته انتقادی رو. ببینید توافق بر سر حل مسئله خودش پشت صحنه‌ای داره
نشون میده نگاه ما حداقل نیست. چرا؟ چون نمیتونیم رو کلان روایت ها دیگه اتحادی داشته باشیم، همبستگی داشته باشیم. تنازل کردیم رو مسئله های مثلا خرد یا کلان. این خودش ناشی از تکه تکه شدن و قطع شدن جامعه است. یعنی قطعا همبستگی ضربه دیده، یعنی به حدی فردیت در هویت ملی ما رسوخ پیدا کرده که دیگه چیزی به غیر از مسئله ها نمیتونه مقوم همیاری و مساعدت کار مشترک ما باشه. این خودش ناشی از یه بحران دیگه. این تعبیر خودش نشون میده یه بحرانی اتفاق افتاده که البته حالا این هم قابل بحثه. نکته دوم شما قبول دارید که اتفاق افتاده؟ اینو جلوتر توضیح میدم، چون من گزاره خام مطرح کنم بعد اشکالات شما. من یه منطقی برای بحث چیدم، پروایی ندارم از اینکه بگم، منتها خب احتمالاً شاید خوب درک نشه مسئله. اشکال دومی، حالا این که نمیگم اشکال، اینو توصیف کردم، تعبیر اشکال رو رها کنید. ولی اجمالاً هست، یعنی اولا چقدر هست، ثانیاً نه، مطلب من این بود که وفاقمونم روایتش ازش حد اقلی شده، یعنی وفاق بر سر حل مسئله. کسی که میگوید وفاق بر سر حل مسئله، فقط اینو توصیف کردم، نگفتم این هست یا نیست یا شما اشتباه کردید. میگم خیلی خوب، پس روندی بوده که ما در مورد کلان روایت ها و عرض کنم که مفاهیم عام به نتیجه نرسیدیم. میگیم آقا مسائل خردو که دیگه میتونیم به نتیجه برسیم. از شما ایران جزو این مفاهیم عام نیست؟ من گفتم حل مسئله در مسیر خیر همگانی ایرانیان، بقا و ارتقای ایران. اون قایت ایران اون نه مشترک بین همه ایرانیان. قایت مسئله ها چیا هستن؟ متوجهم، ولی مسئله در چه جهت؟ آیا ایران جزو همین کلان روایت هایی که شما میگید مشترک بین ایرانیان نیست؟ اون ایرانی که عرض کردم دو تا ایرانه. اینجا همین اختلاف متضاد اینجا شروع میشه. همون حل مسئله که فرمودید، خب واقعا اینطوری که مسائل اقتصادی یا فرهنگی یا سیاست خارجه ما بیام حل کنیم، اصلا دو تا نگاه وجود داره، شکاف وجود داره. دولت‌ها هر کدوم یه سمتی رفتن. بیایم در مورد مذاکره با خب یه عده‌ای هستن هنوز دست از مذاکره بر نمی‌دارن، میگن مذاکره مسلح، هی تعبیر میسازن، یعنی اصلا بندنافشون به عالم تجدد متصل شده، رها نمی‌کنن. اگر آمریکا حمله کنه 1000 نفر رو هم تو ایران بکشه، باز چشم یه عده‌ای، حالا یه حرفایی نزنیم دوباره مسئله ایجاد بشه، اون سوء اصلا رها نمی‌کنن. باور ندارن به نظریه استحکام ساخت درونی. گفتن بعضیشون دیگه تو تبلیغات. شما دیپلماسی ناقض اون استحکامه؟ دیپلماسی وقتی نتیجه میدهد که تجربه تاریخی تاییدش بکنه. ما اون مسیر رو رفتیم، الان شده بنبسته. نگفتم مذاکره به هر قیمت، گفتم دیپلماسی. اصلا مذاکره به هر قیمت نه مذاکره شما نمیتونید موشک داشته باشید، دیپلماسی هم داشته باشید، رضایت داخل هم بسازید. صحبت میکنید. ما یه تجربه داشتیم، ما 8 سال این مسیر رو رفتیم، تهش هم جنگ هم شده. اون که کلی که میگید بله، کی گفته که مذاکره بده؟ مذاکره خوبه، منتها تو چه شرایطی؟ دیپلماسی تا تهش رفتیم، مثلا تمام ما میتونیم لولای ائتلاف‌های منطقه‌ای باشیم. از شهرش ردم شدیم، زنگ زدن گفتن آقا برگرد. به نظر شما تو با چه کسی در چه شرایطی؟ احسن. با چه کسی؟ نه حالا ببینید، شما ورود محتوایی نکنید. الان سوال من این بود، اشکال من این بود، وارد محتوا نشید. شما میگید حل مسئله، من میگم مثلا تمام این مسائل اختلافیه، فرهنگ، سبک زندگی، هویت، سیاست خارجی، اقتصاد. من اینجوری بگم خود صورتبندی که وفاق میبره روی حل مسئله خودش مبتنی بر یه روایتی از وضعیته. بله، اولا که اون تجویز، آره که اون بحث می‌کنه، شاید اونجوری نباشه. بله کاملا موافقم، ولی همه حرف اینه که در فرایند کشف و حل مسئله طیف بیشتری باید دور میز بشینن. میزش هم نباید کج باشه که همه قضا بره یه ور. باید گفتگوی مشترک کنن برای کشف و حل مسائل، همیاری مشترک کنن برای حل. شما اینو قبول دارید که ما یه سری مسائل مشترک داریم؟ همین هیرکانی نسوزه مشترک هست. علوم انسانی فرق میکنه آقا با علوم طبیعی. علوم طبیعی بله عامه. این که شما در مورد آب نسخه بدید، ایران بمباران نشه مسئله مشترک ما هست. خب بعد میرسیم سراغ این که آیا طبق اون بیانیه تغییر پارادایم که الان به خاطرش منو دادگاهی کردن، ما سیاست خارجیمون غلط بوده یا نه دشمن تعدی کرده؟
من شک ندارم دشمن تعدی کرده. خب اینا همچین نظری ندارن، میگن شما تنش ایجاد کردید. من خودم اون بیانیه رو نقد کردم، ولی من دیپلماسی دفاع میکنم هنوز در کنار قوای نظامی. با اونها شما میگی دور یه میز بشینید، خب قبول نمیکنن که. اشکال نداره، اونا بعد بشینن من نقدشون بکنم، شما نقدشون کنی، اونا ما رو نقد کنن. خب نقد کردیم، ثم مازا. ما میخوام به امر سیاستی برسیم دیگه. کم شه. اگه اینا دور میز نباشن خطاهای بزرگ میکنیم. انگار داریم در مه را میریم، هر کدوم اینا یه منظری میبینن. خب شما اگر نپذیرید که این طیف متکثر در گفتگو شرکت بکنن، خطاهای خیلی بزرگ میکنین. شاید سرعت تصمیم بگیرید. بحث سر یعنی میخوام بگم آقای جمشیدی میگه که آقا تصمیمو چجوری بگیریم. ببینید دو سر طیفه. شما هر چی که تکثر پیدا میکنید حرفای بیشتری رو میشنوید، ولی اگر بخواید اونو تو تصمیم گیری دخیل بکنید مشکل تر میشه. اقلیت جوان مؤمن انقلابی اونا تصمیم بگیره. اون تصمیم بگیره. 100 تا حرف بشنوم ولی حتی اگر اکثریت میخواد. الان مثلا 80% فرض کنیم میگن اینو معتبر میگم، 80% دوست دارن تلگرام رفع فیلترش. اصلا کاری ندارم این مطالبه درسته یا غلط. شما میگید احیانا اون 20% مؤمن انقلابی حزب اللهی حق دارن جلوی اون 80% بیستن، درسته؟ این 80% هم چیز داریم پژوهش بله. خب من الان سوالم از شما اینه، چون سوال منو با سوال که نمیتونی جواب بدید. من اشکالم اینه، شما گفتی توافق روی حل مسئله. خب من میگم این مسئله چرا مثال از عالم طبیعی میزنید؟ از عالم علوم انسانی بزنید که اختلافه. زمینه. من یه خدا شما رو میخوام بیارم رو زمین. من رو زمینم. من بحث کردم مذاکره با آمریکا حل شده؟ قانع شدن؟ نه. آقای خاتمی همین 2-3 روز پیش صحبت کرده، گفته اصلا این شاید رویکرد ما تو سیاست خارجه اشتباه بوده که اینا پیامد منفی داشته. نه ایشون گفته تعرض به ایران رو خیلی شفاف محکوم کرد. نه تعرض به ایران بله. ولی میگن ما هم مدخلیت داشتیم. میخواد ندونه؟ یعنی تو ایران باشی بعد بگی طرف اسرائیل. خب شما ببین شما چرا انقدر حداقل گرا شدی؟ این که باید بگی که این که اصلا خیانت در وطنه که اگر کسی نگه. نه من حداقل گرا نیستم ولی میگم نسبت غیر واقعی ندیم. این حرفی که ایشون زده. این حرفی گفته که ما جماران رو ببینید. این حالا اگه نمیذارید قبل از مذاکره نمیذارید من جمله‌مو تمام کنم که هیچ دیگه، چون من سکوت کردم. خب بگید. نه ورود کنید، منتها حداقل کلام باید یه جایی منعقد بشه. پس من یه ذره چیز بکنم که اون بحث من میخوام عرض بکنم که سر مسئله ها هم توافق وجود نداره. درسته؟ نداره. چون مسئله ها فقط اینو روشن کنیم. ببین الان ما یه تعدادی مسئله داریم که همه به مسئله بودنش اذعان دارن. درسته؟ الان بالاخره جنگل داریم میسوزه، آب نداریم، هوا اینطوره. نمیدونم طبیعیه. نمیدونم تو حوزه علوم حالا ما انسان‌های حالا در هر حوزه اقتصاد، سیاست، آقا تورم داریم، آقا وضعیت نمیدونم حاشیه‌نشینی داریم، نمیدونم مسائل آیا نسخه ها واحده؟ یکی اقتصاد آزاده، یکی اقتصاد قبول. الان پس مسائل رو فعلا بیایم راه حل قبول داریم مسئله. آره که آقا الان ما یه عده ایرانی هستیم که فهمی مشترک از این داریم که مسائلی داریم و در این در واقع واسه اسمشو مشکل بذارم برای اینکه حالا تفاوت مسئله و مشکل هم رعایت بکنیم. ما یه سری مشکل در میدان داریم، اینو توافق داریم، درسته؟ یعنی هیچ ایرانی امروز نیستش که به این مسئله این مشکل رو مشکل ندانه که ما مشکل آب داریم. تا اینجا درسته؟ نه ببینید مثال علوم طبیعی نزنید، مثال علوم انسانی بزنید. حالا طبیعیات نه خب تو علوم طبیعی که اشکال نداره. اشکال ندارید. خیلی خوب. حالا علوم اجتماعی هم اجازه میدید اجتماعی. آره این میگن طبیعیات رو من قبول دارم. خب تو علوم اجتماعی آیا شما موافقید که همه ایرانیان ذی‌نفع اینن که تمامیت ارضی ایران حفظ شود؟ خب حتما همینطوره. خب پس در این زمینه اشتراک داریم. خب این شما گفتید در این زمینه اشتراک نیست الان شکسته. خب نه الان روشن شد. ایشون میگه بله. نه اجازه بدید. یه جای صورت مسئله اختلافه، یه جای راه حل اختلافه. نه الان من در صورت مسئله الان وضعیت حجاب و پوشش برای یه عده مسئله نیست. من موافقم. خیلی مسائل مشترک نیست. برای یه عده مسئله است. آیا جمشید من شکی ندارم. یه مسئله الان ایدئولوژی مقاومت برای یه عده مسئله است. میگن اتفاقا این تنش‌زایی این غلطه. اینو باید بذاریم کنار. من الان درباره راه حل‌ها صحبت نمی‌کنم. من موافقم که برای پاره از این مسائل با اینکه مسائل مشترک ایرانیاست راه حل‌های متفاوتی پیشنهاد ولی بعضی از مسائل ممکنه بله من احساس می‌کنم که متفاوت باشه. بله ولی من احساس می‌کنم که مسائل مشترک داره افزایش پیدا می‌کنه.
مسائل مشترک. من همین این که ایران در معرض این میزان تهدید نباشه یه مسئله است. موافقی؟ خب این اولا عامه هر کشوری، ثانیاً از اولم بوده. حالا این به نظرم خیلی فایده نداره. حالا این اگه اجازه بدید من نکات خودمو بگم، چون من یه مسیر خاصی رو برای خودم طراحی کردم. ولی شما اینو قبول دارید که در واقع برای فهم مشکل و اینکه این مشکل و مسئله است، شما بعضا به چارچوب نظری نیاز دارید. بله. خب بله. یعنی خب اینجا الحمدلله توافق خیلی نه ببینید مسئله حادی من از اول صحبت کردم، گفتم رو کلیات که نمیشه. بله نه خب میخوام اون که معلومه همه میان میگن اون که مشکل نیست، حکمرانی جزئیات نه کلیات. درسته میخوام بگم تو بعضی جا کلیات هم ممکنه به صورت نظری فرسایش خاک و کمبود آب و کمبود یعنی سازگار نشدن با کم آبی ایران، آب و هوای آلوده، همین اجتماعی بزنین، طلاق، اعتیاد، اینا مسئله مشترک هست. من از عالم علوم در همین حد الان برای من بسه که شما بالاخره پذیرفتید یه سری مسائل مشترک همه ایرانی‌ها دارن. مگه حکومت فقط باید به اینها بپردازه؟ نه من گفتم فقط به اینا. فقط نه بنابراین تو حوزه‌های دیگه اختلاف وجود داره. تو حوزه‌های دیگه اکثریت و اقلیت داریم. قاعدتاً روایت کسی که تو بازی عادلانه اکثریت رو جذب میکنه مبنا قرار میگیره راه حلش. درسته؟ خب بله حتما همینطوره. یعنی شما میایین تو انتخابات میگید که مهمترین مسئله ما مثلا اینه که گشت ارشاد ضعیف شده، یکی دیگه میاد میگه که مسئله‌مون اینه که البته مسئله من نبود، مثال میزنم شما نوعی. یکی دیگه میاد میگه که نه خود گشت ارشاد اثر عکس داره و برخورد انتظامی در این حوزه‌ها پاسخ نمیده و راه حل دیگه‌ای باید به سمتش بریم یا اصلا اینو مسئله نمیبینه. انتخابات برگزار میشه، اون کسی که اکثریت رأی میاره میتونه عمل بکنه. بگذاریم از اینکه الان تو خیلی از زمینه‌ها اساسا اکثریت رأی هم بیاره نمیتونه. انقدر موانعی که تو این شورای عالی وجود داره فرآیند تصمیم خب دیگه نباید نامزد میشد دیگه. این کسی که فکر حالا اگه اجازه بدید من بگم عادلانه ترش کنیم که بتونه. نه اتفاقا آقای خاتمی هم همینو گفت. اون زمان لوای دخولو داد، حالا هم تازه میگه آقا اختیار کافی نداری. خیلی نکات جالبی. اصلا هم چیزی نیست. آقا نمیدونستی کسی به شما اجبار نکرد که خودتو جلو بندازی رئیس جمهور شدی. میدونستی اختیار چقدره، میدونستی مسئول مشکلات تا ساعت آخر باید بیستی به وظیفه عمل کنید. میدانستید و مسئولیت پذیرفتید. که آیه دکتر پزشکیان خوب است بره به سمت این که زمین بازی عادلانه تر کنه؟ عدالت مگه چیز بدیه؟ منتها عدالت به تقریر کی؟ به همین معنی که گفتم. به کدوم؟ اونو ببین اون کلیاته. اونو هیچ کی نمیگه خوبه یا بده. نه انواع تبعیضو کم کردن شامل تبعیض‌های استخدامی هم میشه. از کاملا معنای انضمامی شما داره. از او دارید مثال میزنید، از یکی از آقایون وزرا مثال بزنید که کلیپش پخش شده. حالا من هی نمیخوام بگم 1.5 میلیارد تومان پاداش اون هلدینگو داشته. قطعا قابل نقده. قابل نقده؟ افتضاحه. من به نظرم پس بذارید اگر میخواید وارد نشیم پس حالا اگر چیزی وارد نشیم بحثشون الان دوباره عدالت قطب جنوب، حقوق 100 میلیونی، هلدینگ خلیج فارس، بانک آینده. خب اینا رو خوب نقد کنیم و رفت کنیم. پس نظری ورود کنید دیگه. چون اگه بگید من یعنی میگم معنی انضمامی داره و خوب رفت بشه. درسته؟ چون اینا معلوم نیست. حالا کلی بحث و همینجور بحث مصداقی پیش میاد از اون چارچوب. حیف میشه بحث. خیلی اجازه بدید مسیر تئوریکشو طی کنم بگم ما از عدالت و اینها. حالا خیلی میخوام بگم آخه آیه جلایی پور یه بحث کلی میکنم، بعد شما یه مصداقی رو مثلا میرید مثال میزنید که آخه ایشون هم گفتن آقای فلانی خودکشی کرده، خب پس بنابراین سازمان عدالتیه دیگه. منم چیز بدی نگفتم. نه در پاسخ این گفتم که شما گفتید تو هر سیاسی بس بشه، این بحث اجتماعی باشه، میگم نمیشه تو هر سیاسی نمایندگی نداشت چیز بکنیم و عادلانه باشه. نه راجع به عدالت صحبت بکنیم اصلا مفصل. من به نظرم وقتم داریم دیگه الحمدلله دوستان. راجع به عدالت صحبت میکنیم که حالا اون در واقع چارچوباش چیه؟ دهونیم شد، زمانی نداریم. انضمامیت میشه. حالا اگه اجازه بدید من نمیدونم الان زمان چجوری میخواد توضیح بشه. الان که فعلا مساویم تقریبا. مطمئنم به نظرم شما بحثتون چون آقای جمشیدی هم اون همه کاغذ آورده خدمت شما عرض کنم. این به نظرم حیف. اگر اجازه بدید من با سرعت بگم چون من دنبال طرح تئوریک خودمم بگم نسبت به دیگری‌ها. اینکه شما اصرار کردید اول خام بگو، اشکالش اینه که اون ادله اون زیر ساختات طراحی نمیشه. ببینید دیگری من جسارت کردم. شما خودتون اجازه دادید واسه صحبتتون بیاید
صمیمانه من عذرخواهی نه خواهش میکنم. عرض کنم ببینید تجربه صورتبندی نسبت با دیگری ها رو من تو انقلاب که میام مشاهده میکنم، چون بحثش تمایز دیگه، یعنی نسبت به دیگری ها باید چطور بود. این که گفتم به عالم تاریخی انقلاب رجوع میکنم، مطلبم اینه که تحلیل تاریخی. ببینید دوره قبل از انقلاب دو تا میخوام مثال عینی بزنم. بحث شد در مورد نسبت با مارکسیست ها و نیروهای التقاطی. من دوباره اینو فقط بگم، الان داریم راجع به این صورت بندی میکنیم و بحث میکنیم که هر نظریه وفاقی باید بتونه به مسئله ارتباط با دیگری رو صورت بندی بکنه و حل نسبت به دیگری هست دیگه. وقتی همه هم شکلن که دیگه وفاق معنی نداره. وفاق شما به رسمیت میشناسید دیگری رو. من در تاریخ جواب شما رو میدم. میگن یه بررسی تاریخی بکنیم که ما چیکار کردیم، بعد نظرمو تاریخ جواب میدم. چون اینا که بله و نه که نیست، یعنی حکم فقهی نیست که حلال است یا حرام است. بس تاریخیه. خب ببینید دوره پیشا انقلابی بحث شد در مورد مبارزه مشترک. برخی از انقلابی ها دو تا استدلال کردن. گفتن یک، حالا اسم نمیارم، بعضی گفتن برهه مبارزه سیاسیه، نه زمان مباحثه تئوریک و هویتی. اشکال اول. اشکال دومی بود که گفتن دست کم در سلب و نفی اشتراک داریم، یعنی در مورد رژیم شاه وفاق و نفی داشت. آره. آقای مطهری سه تا استدلال مطرح کرد. ببینید من دارم ریشه های تاریخی هویتی. دورکهیم کتاب نوشته صور ابتدایی حیات دینی، صور بنیادین. من میخوام برم سراغ صورت خالص و اولیه انقلاب، اونم متفکران طراز اول، ببینم اونها نسبت به دیگری ها چگونه بودن، از اون الهام بگیرم. مسئله من مسئله عالم علوم انسانیه. استدلال اول، آقای مطهری گفت ما دنبال انقلابیم، انقلاب اسلامی هستیم یا مطلق انقلاب. خب پس ما اصلا تفاوت در هدف داریم با اینا. دو، گفتن اگه نیروهای ما دچار دگردیسی یا هویتی بشن چی؟ یعنی این استحاله ابتدا ارتباطی حاصل بشه که شدن بخشیشون. سه، گفتن اینا بعد از انقلاب سهمخواهی خواهد کرد، یعنی سهمخواهی پسا انقلاب رخ میده، یعنی مدعی قدرت میشن و منازعه شکل میگیره. دو نوع نگاه شکل گرفت که بعداً تاریخ نشون داد این نوع نگاه آقای مطهری درسته. و حالا بعد دوباره در دوره پسا انقلاب یه ایده‌ای مطرح شد، چون آقای مطهری 2 ماه بیشتر زنده نموندن، بحث حکومت ائتلافی. همون موقع باز مطرح شد که حتی به نیروهای مارکسیست و دیگران هم اگر قدرت بدید لازمه. استدلال اول، چند نوع استدلال کرد آقای مطهری. استدلال اولش این بود اصلا اینا کنششون اندک و منفی بوده. اندک بوده چون اقلیت بودن، منفی بوده چون مردم وقتی میدیدن که قرار شاه بله لنین بیان میگفتن خب این شاه که بهتره. آقای مطهری میگه اینا اثرشون منفی بوده، یعنی بازدارندگی داشتن. نکته دوم، ایشون میگه اصلا امکان وفاق ناگفتمانی و ناهویتی وجود ندارد. چرا؟ چون تعبیر خیلی جالبی میگه انقلاب تجزیه پذیر نیست. ما 2 تا مدینه فاضله داریم، نمیتونیم یکی مدینه فاضلش مارکس، یکی جان لاک، یکی مدینه النبی، نمیتونیم با هم توی مسیر قرار بگیریم. و انقلاب نمیشه وزارتخونه‌های سهمیه بندی بشن هر کدوم در جهت متضاد حرکت کنن. آقای مطهری گفت انقلاب تجزیه پذیر نیست که هر تیکشو به دست یک کسی بدیم. یعنی وفاق باید نظری باشه، هویتی و گفتمانی و نظری باشه. وفاق عملی نمیشه. اصلا عملگرایانه دیدید دیگه، همین چیزایی که شب انتخابات صورت میگیره معطوف به قدرت و کرسی و زودم میپاشه استدلال سوم، ایشون میگه اصلا وفاق ناگفتمانی مطلوبیت نداره. تعبیرش اینه، ما میگه باید دنبال نگاه اسلامی محض باشیم. اینا نگاه متفکرینه. ما اگه اینا رو میخوام ببوسیم بگذاریم کنار، حرف دیگه ایه. پس وفاق باید هویت اندیش باشه، گفتمان معاب باشه تا اصالت داشته باشه. مهم خود همبستگی نیست، مهم مدار همبستگیه. وفاق یک ارزش خودبنیاد که نیست، اعتبار ذاتی که نیست. و یه نکته دیگه هم عرض کنم بعد تمام میکنم. این از همه زنده تره. نمیدونم حتما خوندید دیگه، این نامه محرمانه شهید بهشتی به امام در اسفند سال 59. من فکر میکنم این نامه کلیت تاریخ 45 سال گذشته رو 40 چند سال گذشته رو تبیین میکنه. یعنی این از بحث‌های آقای مطهری هم جلوتره، چون اونها نسبت به مارکسیستا بودن، میگفتن خب حالا که الان که دیگه مارکسیست نداریم. آقای بهشتی تعبیری که به کار میبره دوگانگی فرساینده. من دارم علل صحبت میکنم دیگه، چون اگه قرار بود وفاقی صورت بگیره قبلنها صورت میگرفت. ما دوباره قصه رو از سطر اول نخونیم.
آقای بهشتی خیلی این نامه، یه 5 دقیقه به من زمان بدید، بعد از زمانم کم کنید، منم سریع میخونم. مسئله چیه ایشون؟ خواهش میکنم دقت کنید. میگه ما از همان آغاز در پی آن بودیم که میدان چنان فراخ و گسترده باشد که امثال آقای بازرگان، آقای بنی صدر، آقای یزدی در سطوح بالا فعالیت داشته باشد، دیگریا به رسمیت شناخته بشن. البته ولی جوان مومن انقلابی نبودن. نه عرض میکنم. حالا شما جلوتر بیاید ببینید چی میخوام بگم دیگه. پس از استعفای دولت موقت، این نظر آقای بهشتی داره نامه رو میگه مسئله رو میگه پس از استعفای دولت موقت نظر حضرت عالی این بود که آقای مهندس بازرگان دیگر در شورای انقلاب نباشد. نظر امام این بوده. بر اساس همین اعتقاد به شرکت خلاق هرچه بیشتر نیروها و نفی هر نوع تعیین نظری و انحصار طلبی پیشنهاد کردیم، من آقای بهشتی پیشنهاد کردیم که ایشان همچنان در شورای انقلاب بمونند که ما موافقت کرد. خب اینو داره آقای بهشتی میگه. بعد به کجا رسید؟ میگه که دوگانگی میان مدیران کشور به اختلاف دو بینش مربوط میشود. بعد توضیح میده همین مسئله علوم انسانی که عرض کردم، 4 تا مسئله رو میگه. خوب دقت کنید، اصلا ببینید چیزی هست که واقعیت سیاسی اجتماعی امروز از این بیرون زدگی داشته باشه، انگار همچنان قدرت تبیین کنندگی داره. داره حالا تضاد داره میگه. اول میگه من بهشتی همون کسی هم که آقای خمینی تو گفتی اینا نباشن، من گفتم باشم، از همه ظرفیت‌ها استفاده کنیم. حالا به این نتیجه رسیدم نه آقا اختلاف دو بینش نمیشه، تعبیرش اینه دوگانگی فرساینده. میگه 4 تا اختلافو برمیشون. یک بینش معتقد و ملتزم به فقاهت و اجتهادی است که در عین پویا بودن باید سخت ملتزم به وحی و تعهد در برابر کتاب و سنت باشد. بینش دیگر در پی برداشت‌های بینابین. دین تاریخیه، این گوهر دینه، اون صدف دینه، این که معرفت دینی نسبیته، یه طوری شل کنه. تذکر وقتی بدم که یه ذره کوتاه‌تر و سریع‌تر اگه بفرمایید که این میگه یکیش هم برداشت بینابین. اگر میخواین قطع کنم اینجا یا نه دور بعد بگم حالا عناوینش رو میتونین بگیم که عناوینش حیفه، از زمان من کم کنید. از زمان من کم کنید. پس در مورد التزام به وحی و دین که این التزام میگه سخت معتقدیه کسی نه بینابینه، یه مقداری از این یه مقداری از اون. بینش اول در برابر بیگانگان، بینش اول یعنی بینش خودش، بینش دوم یعنی بینش لیبرال ها. این لیبرال هم که میگه کیا هستن؟ اسم آورد دیگه، جبهه ملی و نهضت آزادی و اینها. بینش اول در برابر بیگانگان سخت معتقد به توکل بر خدا و تکیه بر توان اسلامی، و بینش دیگر لرزان و لغزان که خب اینم دیدیم دیگه که نمیشه ما با آمریکا چجور سرشاخ بشیم، این غلطه. ایشون میگه نه، ایشون مذاکرهشو با سفیر انگلیس ببینید، گفت آقا حمله و گفت آقا انقلاب ما انقلاب آرمان هاست نه واقعیت ها، اومدیم واقعیت ها رو بشکنیم. این حرفا رو کسی میزنه؟ کی میزنه؟ این آقای بهشتی گفته، اون آقای مطهری گفته. 3. بینش اول به شیوهی برای زندگی امت ما معتقد است که در عین گشودن راه به سوی پیشرفت مانع حل شدن مسلمان ها در دستاوردهای شرق یا غرب باشد و آنان را بر فرهنگ اصیل و مستقل اسلام استوار دارد. بینش دیگر با حفظ نام اسلام بخشی از ارزش‌های جامعه را به راهی می‌کشاند که درها به سوی ارزش‌های ضد اسلام و بیگانه با اسلام می‌گشاید. خب این اتفاق داره میفته. این گستره ارتباطی نامنظم اینستاگرام سبک زندگی رو داره تغییر میده. حاکمیت اونجا حکمرانی نمیکنه، این غلطه. آقای بهشتی بود اینو میگفت داریم حل میشیم، هضم میشیم. میگفت داریم فیلتر شده. من میگم شما الان مداخله نکنید که یه قشنگ وقت مبسوطی بدم. شما کامل این جوابای اشکالات آقای بهشتی رو بدید. 4. بینش اول روی شرایط، این مهمه. آقای بهشتی ببینیم فاشیست بوده یا نه، چون اگه بگی فاشیست خیلی باید این تیغ باید ببره اینا رو. بینش اول، نکته 4، بینش اول روی شرایطی در گزینش مسئولان تکیه می کند که جامعه را به سوی امامت متقین راه میبرد. امامت متقین. خیلی آقای بهشتی فاشیستی و تنگ نظرانه و انحصار طلبانه صحبت کرده. بینش دیگر راه را برای نفوذ بی‌مبالات ها یا کم مبالات ها در مدیریت و حاکم شدن آنها بر سرنوشت انقلاب هموار میسازد. آقای بهشتی گفته، درست، امام هم اینو گفته اصلا ما اشتباه کردیم، راه ورود به حاکمیت رو برای کسانی که بینش خالص اسلامی نداشتن گشودیم. امام میگه نتیجه 2 تا نتیجه گیری میکنه. تموم شده. یه نتیجه گیری. نتیجه 1،
بسیاری از کسانی که در راه حاکم شدن اسلام اصیل کوشیدن میگه تو رژیم قبلی ما تحت فشار بودیم، الان هم تحت فشار همان اکثریت قرار گرفتن. جواب شما این اقلیت مؤمن که اگر حمایتش کنند میرود که اکثریت شود، نکردند و نشد و حکومت افتاد دست لیبرال ها که با چماق ارتجاع میکوبندشان. این آقای بهشتی داره میگه. دو، اگر این دو بینش در اداره جمهوری اسلامی ادامه یابد کارهای مردم سر و سامان پیدا نمی‌کند. نکرده. بیماری‌های مزمن تلگرام رفت شد، آقای جلایی پور برین 320 تومن. من بعضی از جا کارتامو میزنم میخوام ببینم میشه پولو برگردون، چون باید یهو میبینم خیلی قیمت بالاست. مسئله مردم تلگرام، نون شب برنج 320 تومانیه. بریزید دور، این حرفا برای انتخابات بود. با اینا که میشه حکمرانی کرد که راهکار. ایشون دو تا راهکار. میخواید راهکارا رو بذاریم؟ اینم بگم و تمام دیگه. راهکار دیگه. پس تا آخر برنامه دیگه باید جمع شیم. نه دیگه تموم شد دیگه. همین راهکار فقط عرض کنم. راهکاری که آقای بهشتی میگه دو تا راهکار داریم. رشد کمی و کیفی دارندگان بینش اول امروز با آن درجه رسیده که نهادها به وسیله صاحبان این نوع بینش اداره شود و اداره جمهوری اسلامی بر پایه یک بینش استوار باشد. این آقای بهشتی میگه. دو، اگر اداره جمهوری اسلامی وسیله صاحبان بینش دوم رو در این مقطع اصلاح می‌دانید، ما بریم سراغ همون کارهای طلبگیمون. بیش از این شاهد تلف شدن نیروها در جریان این دوگانگی فرساینده نباشیم. اینا رو آقای مصباح نگفته، اینا رو بهشتی گفته که شما هم به عنوان مداراتی بودن میشناسیدش. جمهوری اسلامی آقا 45 سال دچار این دوگانگی فرساینده است. اصلاح طلبا گفتن حاکمیت دوگانه، درستم گفتن. این دوگانگی رو تمام کنیم. این دوگانگی سر آب و خاک نیست که بشینیم صحبت کنیم حلش کنیم. این دوگانگی سر حرفایی است که از بازرگان گفتن، تا الان هم گفتن، هنوزم حل نشده. دو تا بینشه. بس سلام. بسیار متشکرم. من یه جمله بخوام بگم، ظاهراً هم تجربه تاریخی ما در ایران اینو تایید میکنه، هم تجربه تاریخی خیلی از کشورها اینو تایید میکنه که این مسئله چالش یه حد و مرزی داره. هر حاکمیتی یه جایی باید اینو وایسه و قطع بکنه و این بحث‌های با وفاق و نمیدونم همه باشیم و نمیدونم میزان مشارکت حد اکثری مثلا ذی‌نفعان و اینا در تجربه عملی نشون داده که مسائل کشور رو حل نمیکنه. نه اون خاک رو حل میکنه، نه اینجا قشنگ یه نفر میخواد تصمیم گیر، بله همه حرفا رو هم بشنوه، ولی تو اون حوزه تصمیم گیری شما نباید یک مدیریت یکپارچه که همون که ما الان تجربه 40 چند ساله کشور خودمون رو داریم، چین رو داریم، خیلی از کشورها داریم که اصلا اونجوری کشور رو اداره نمیکنن. کشور با تعارفات و آزادی و خدمت شما عرض که گفتگوی نمیدونم بین نمیدونم چیزا، نه اینجوری اداره نمیکنن. یک تصمیم روشن و قاطعانه میگیرن در مسئله. خیلی ممنون. من به نظرم یک دولت قوی با ظرفیت کارآمد نه تنها سازگار با قواعد بازی عادلانه، بلکه مستلزم قواعد بازی عادلانه هم هست و دولتی که از دل رأی اکثریت با احترام به حقوق اقلیت برمیاد، ظرفیت بالاتری هم میتونه بسازه برای حل مسئله. من راستش خیلی نکات بود در صحبت جناب آقای جمشیدی که دوست دارم وقت باشه گفتگو بکنیم، ولی با اجازه فقط یکی دو مورد خیلی گذرا اشاره میکنم، بعد یه چند نکته رو ایجابی طرح میکنم. اگه فرصت شد برمیگردم به بقیه صحبت‌های ایشون. من اولا بگم که من لیبرال نیستم، حالا به یه معنا سوسیال دموکراتم. اگه بخوام یه عنوان رو خودم بذارم، خودم ترجیح میدم بگم دادگر، زبان فارسی. دغدغه تحقق عدالت دارم که شامل صیانت از آزادی‌ها و حقوق اساسی همه شهروندان هم میشه. طرفدار حاکمیت دوگانه هم نیستم، اتفاقا طرفدار حاکمیت یگانه کارآمد قوی مقتدر متکی به رضایت اکثریت شهروندانم و شخصا فکر میکنم به یک معنا پیاده شدن آرایی که آقای جمشیدی فرمودن یک اقتدارگرایی سیاسی اگر نه نظامی میشه. ما نمیتونیم انکار کنیم که الان جامعه ایران از این منظرهایی که ایشون میگن چند پاره است و البته جمهوری اسلامی ایران میتونه
پایه اجتماعی خیلی وسیع‌تری داشته باشه. من فکر میکنم که مشی و مرامی که من از امام علی، خیلی از الگوهایی که ایشون نام بردن، امام خمینی، بخش بزرگی از میراث حضرت آقای بهشتی میشناسم، کاملا در تعارض با این روایتی که شما دادید که منم موافقم، رگه هایش توی آرایشون هم بوده و به این معنایی که شما میگید حتی بین مرحوم مصباح یزدی و مرحوم امام هم وفاق کامل نیست و من میتونم الا ماشاءالله شواهدی بیارم از بیانات هر دو که کاملا از این جهت تعارض دارن و البته من ازم خیلی طبیعیه، نه فقط گفتارهای مختلف همین دو نفر میشه ظاهرا تعارض داشته باشن. الان من آقای بهشتی رو از رو خوندم میشه. بله خب من بخشای دیگری از صحبت‌های بهشتی رو دارید، ولی اصلا من مبنام افراد نیستن. من به نظرم ادامه منطقه حرف شما اقتدارگرایی نظامی یا سیاسی خواهد شد و این هم به ضرر جمهوری اسلامی، هم کاملا ناسازگاره با اون فراخوان برای ایران بخوانیم، با اون فراخوان رئیس قوه مقننه که هسته سخت ما 90 میلیونی باید بشه، با این تشخیص درست که باید پایه اجتماعی نظام سیاسی رو افزایش بدیم. با یه سوال دارم وسطتون ببخشید چون سوال زیاد ورود کردی، یه بار من ورود کنم. همون کسی که گفت ای ایران بخوان، همون هم گفت دولت جوان حزب اللهی. من به نظرم این تعبیری که شما میکنید اصلا تعبیری که جوانه، نه این تعبیر شما اینه که به متکی به یک روایت از حالا خیر جمعی، به تشخیص همون گروهی که شما میگید که من ارزیابی اینه که حد اکثر 20% جامعه ایرانن، نه که 20% جامعه ایران مسلمانن، خیلی بیشترن. بله اون 20% چیه؟ یعنی من به نظرم الان ما اکثریت نداریم الان تو جامعه ایران و اتفاقا یکی از ضرورت‌های وفاق همینه. ما جامعه‌ای با اقلیت‌ها هستیم، در اغلب زمینه‌ها چند اقلیت داریم و صرفاً با نوعی همیاری حل مسئله‌ای میشه متکی به قواعد بازی عادلانه میشه رفت به سمت افزایش ظرفیت‌های ایران، هم حل مسئله در حاکمیت، هم حل مسئله در جامعه و هم افزایی این دو. جلال پور نمونه تاریخی داره؟ بله، یعنی دولت‌هایی که با اقلیت‌ها شکل می‌گیرن بتونن با همین وفاق و در واقع با همین چیز به کارآمدی قابل قبولی برسن. بله من اساسا فکر می‌کنم که تقریبا در همه سال‌های لااقل بعد از 84 نه آقای احمدی‌نژاد هم اکثریت رو داشت 84. من به نظرم لااقل در چند دولت اخیر نوعی ائتلاف نانوشته بین دو اقلیت بزرگ شکل گرفت که به برآمدن آقای روحانی و بعد شهید رئیسی و بعد آقای پزشکیان انجامید. به تعبیری در غیاب نماینده های بخشی از جامعه اونها را رضایت دادن که به آقای روحانی، به آقای رئیسی، به آقای پزشکیان رأی بدن. حالا ایران رو نمیگم، اما میخوام بگم که بالاخره کشورهایی که دارن در جهانی کار موثری میکنن، مثلا چین اینجوری داره خودش رو داره یه مفهومی هست به نام کانسوسییشنالیسم که به یه معنا ترجمهش میشه وفاق. خیلی از دولت‌ها که متشکل از اقلیت‌ها وفاقی اداره میشن که شاید این انتخابات تناسبی هم تمهیدگرش باشه که نیروهای سیاسی یاد بگیرن با هم ائتلاف کنن، با هم کار کنن. ضمن میخوام بگم که مثلا ما کشوری که اینجوری میشناسیم مثل لبنان، مثل عراق، اینا هیچ کدوم دولت کارآمد پایدار نداره. اولا تو اروپا نمونه‌های کارآمد داره، ثانیاً اینکه دولت کارآمد ندارن ناشی از این نیست. ولی حالا اجازه بدید که من یه بحث ایجابی بکنم در ادامه اون نکاتی که دور اول گفتم. من موافقم با جمشیدی که وفاق شرکت سهامی تقسیم پست نیست و اگه چنین تعبیری وجود داره حتما غلطه. وفاق تمکین هم نیست، وفاق اجماع حد اکثری حول همه باورها برخلاف آنچه که من در برداشت ایشون دیدم نیست. این میره به سمت نوعی اقتدارگرایی اگر نه تمامیت خواهی. اتفاقا شما در وفاق این تکثر رو میپذیرید، دیگری رو هم به رسمیت میشناسید، ولی در یک بازی که به تدریج عادلانه ترش میکنید میخواین همیاری کنید با دیگری. به تعبیری
به نظرم کلید بحث اینجاست که تو رویکرد توافق گرا، چون تو سیاست هم ستیز داریم، هم سازش داریم، هم توافق، هم وفاق، اینا سه تا چیزه. به یه معنا در سیاست ستیز شما دیگری رو بخشی از مشکل تصویر میکنید، در سیاست توافق دیگری رو بخشی از راه حل. این یه شیفت خیلی مهمی بوده که اتفاق افتاده، به ویژه از سال 1402 یه خورده تو فضای سیاسی هم عمومی شد، به شعار 1403 آقای دکتر پزشکیان هم تبدیل شد. قبلش هم تعداد زیادی از اندیشمندان ما روش کار کرده بودن، یعنی ادبیات نظریش غنی شده بود، هم به فارسی هم به انگلیسی، یعنی بالاخره هم ترجمه هم تالیف. یعنی بالاخره آقای دکتر مقصود فراستخواه مبتنی بر یه ادبیات ترجمه‌ای به ایده کنشگری مرزی نرسیده بودن، ولی کنشگری مرزی در واقع رابطه هم‌افزا میخواد بسازه بین حاکمیت و جامعه. یا آقای دکتر همایون کاتوزیان که میگه مشکل کلیدی سیاست در ایران این بوده که سازش فحش توش حساب میشده، در حالی که بخش مهمی از سیاست به همین توجه داشتن مبتنی بر تحلیل تاریخ اجتماعی معاصر ایران. یا چهره‌هایی مثلا آقای بهزاد نووی تو سالهای اخیر این ادبیات رو پروردن. بخشی از نیروها در حوزه منطقه‌ای بین المللی این ادبیات رو پروردن، ولی بالاخره اونا هم سیاست توافق رو داشتن میپروردن که بازی حاصل جمع صفر نیست، برخلاف سیاست ستیز، سیاست حذف. من راستش فکر می‌کنم اگه بخوایم مجموع این ملاحظاتی که گفتم و در یک صورتبندی جمع بکنیم، یه بارم قبلا نوشتم، به نظرم وفاق قابل دفاع هم سه بعدی هم سه سطحیه. سه بعدیه به این معنا که هم وفاق بیشتر درون حاکمیته که به نظرم دکتر پزشکیان تا حد زیادی اینو محقق کرد. یعنی حداقل من یادم نمیاد در دهه‌های گذشته که سران قوا و نیروهای مسلح و خیلی از نیروهای مؤثر از جمله در نهادهای دینی و به یه معنا حتی روحانیت همشون بخوان که دولت موفق شه. این به نظرم دستاورد مهمی بوده، ولی این وفاق رو باید تبدیلش کرد به اقتضاعات حل مسئله، اقتضاعات بقا و ارتقای ایران، افزایش قدرت زیرساختی ایران، افزایش رضایت عمومی. این من به نظرم الان ما تو این مرحله گیر داریم و اتفاقا این برای حل اونا هم دوباره نیاز به توافق سازی و وفاق هست. باید استفاده کرد از این ظرفیتی که اتفاق افتاد. و آثاری هم داشته، یعنی اینجوری نیستش که تا الان صرفا این وفاق در حاکمیتی رو ساخته. من به نظرم اون بعد دوم که شکاف بین حاکمیت و جامعه هم هست در مواردی کمتر شد. یعنی بالاخره به نظرم دولت تونست که دانشگاه‌ها رو آرام کنه، مرزها رو آرام بکنه، اینکه در طول جنگ کشور در حدی آرام ماند که حتی یه فیلم 3 نفر از هیچ جای ایران در نیامد در اجابت دعوت همه خلاصه اپوزیسیون برانداز و شخص نتانیاهو اتفاق کمی نبود. من به نظرم اگر این آرامش ها رو تمهید نمی کرد دولت، مثلا اون فرایند دو قطبی که داشت میرفت به سمت تنش خیلی شدید در حوزه حجاب اینجوری آرامتر نمیشد، یا پاری از انتصاب هایی که ایشون داشتن از اهل سنت، از زنان بیشتر، یا اتفاقاتی که در دانشگاه افتاد، خیلی ها برگشتن از اساتید دانشجویان، کلا شیوه گفتار و رفتار ایشون که کمتر بخشی از جامعه رو عصبانی میکرد، یا بالاخره جامعه احساس کرد که حاکمیت ایران تقصیر نداشت در حمله‌ای که به ایران شد. ما تلاشمون رو کردیم و تجاوز کاملا آشکار به ایران شد. اتفاقا برای اینکه توافق نشه به ایران حمله شد. اینا بالاخره یه تأثیراتی، ولی به نظرم کافی نیست اصلا. بعد سومم درون جامعه است. در هر سه سطح ما هم نیاز به گفتگو بیشتر داریم، هم نیاز به مذاکره حل مسئله بیشتری داریم. علاوه بر این سه سطح هم به نظرم داره، هم که به نظر من تو گفتار رئیس جمهورم
نشانه‌ای از توجه به هر سه سطح می‌بینم. یکی در سطح ملی، یکی در سطح منطقه‌ای، یکی در سطح حالا به تعبیری جهانی. ما تو همه این سطوح باید ذی‌نفعان رشد و به یه معنا امنیت ایران رو افزایش بدیم و شخصا فکر می‌کنم که با اینکه در موقعیت خیلی سختی الان قرار گرفتیم، هنوز هم احتمال اینکه ایران بخشی از ائتلاف‌های جدید منطقه‌ای بشه، مثلا بتونه ارتباط راهبردی در تراز بالاتری با چین بسازه، احیانا مبتنی بر چندین ماه آرامش درونی و پرهیز از سیاست‌های شوک بتونه دوباره راههایی باز بکنه واسه اینکه به نوعی توازن فراگیر در سطح بین‌المللی هم برسه و بتونه متمرکز باشه بر یه سری از اصلاحات ضروری در ایران برای افزایش ظرفیت حل مسئله حاکمیت و بهبود وضعیت عمومی. من به نظرم هنوز با مشی این دولت ممکن‌تره تا از رقیبش، ولی اصلاً کافی نیست. اصلاً کافی نیست و در این شرایط به معنی دقیق کلمه جنگی همین حفظ بقا دستاورد کمی نیست. اما به نظرم از چند وقت پیش که نمیدونم دقیقاً چه سالی رو برش ذکر بکنم، بقا و ارتقا، توسعه و امنیت دیگه لازم و ملزوم شدن. دیگه جنگ ها فناوری برن، سرمایه برن، لازمشون توسعه هم هست، لازمشون رضایت عمومی شهروندان هم هست و به یه معنا حتی کسانی که صرفاً دغدغه بقا و امنیت ایران دارن باید توجهشون رو به اقتضاعات توسعه و رضایت عمومی و اینکه اقتصاد ایران بخش بیشتری از همسایگانمون رو ذی‌نفع رشد خودش بکنه و امنیت و آرامشش، و هم توسعه گرایان به ضرورت‌های امنیت که ما خب تو این جنگ به خصوص ملموس دیدیم. یعنی اینا نباید دوگانه کرد. ما هم شهید تهرانی مقدم و قاسم سلیمانی می‌خوایم، هم دیپلمات‌هایی در تراز جواد ظریف می‌خوایم و این دوتا باید هم‌افزا عمل بکنن. آقای ما الان حدود 10 دقیقه فرصت داریم تا پایان برنامه، کمتر حدود 8 دقیقه به ساعت استودیو. اگه موافق باشید، حالا منم نکاتی داشتم و بحثایی داشتم و اینا در می‌گذرم، یه دو تا 3-4 دقیقه جمع‌بندی کنیم. بله این ساعت‌های خیلی خوب. عرض کنم که من خیلی سریع عرض کنم. اولا من روایتی که از شهید بهشتی و آقای مطهری و امام رضا دادم عین کلماتشون بود. روایت هم در میگم عین کلماتی که ناقض این روایت باشم هست. هیچ کلمه خیلی شما زمینه طرح نکات رو باید در نظر بگیرید. من گرفتم آقا جون، من بهشتی پژوهم. من تمام آثار ایشان که مثلا امام بلافاصله بعد از جنگ در اون نامه‌شون میگن که در شرایط جنگی بود، الان قراره بریم به سمت مثلا یه سری از ضوابط حاکمیت قانون. خب همون امامه ها، ولی بعد از جنگ اونو میگه قبل. یعنی منظورم که شما زمینه‌های طرح این آخرین نسخه آقای بهشتی حرفی که زدن من مطمئن نیستم. ولی چرا مطمئن نیستی؟ ولی حالا از نظر من آقای بهشتی معصوم نیست. من میتونم صحبتش کنم. نه آقای مطهری معصوم نیست. من به خاطر همین میگم از گذشته دچار انقطاع شدید دیگه. یعنی کلا خب آخه به هر کس استناد می‌کنی. صحبت‌های همین بزرگواران هم بخشای مختلف داره. اول میگید سند نداره، بعد میگید متناقض داره، بعد میگید معصوم نیست. نه اینا زمینه‌های مختلف داره. تو همون زمینه بوده دوگانگی فرساینده، تو همون زمینه بوده. در مورد حالا اونم که بحث فرعی که مطرح کردید، آقای مصباح با امام هیچ زاویه‌ای نداره، عیناً همون تفکر رو داره. اگر خواستید بسم الله من همینجا شما رو دعوت به مناظره می‌کنم، یه مناظری ترتیب بدیم تو فضای مجازی که فقره هایی که آقای مصباح با امام تضاد داره رو اثبات کنید. قبوله یا نه؟ راستش به نظرم اینقدر در این زمینه نوشته شده باشه. شما الان ادعا کردید خسته کننده. من شما رو و هر کسی دیگه‌ای که مدعی هست و همینجا در مطالب خدمتتون میفرستم. من با لینک مطلب چیکار دارم؟ من با ادعای رو آنتن زنده شما کار. خب حالا از اون بگذریم. یک صحبت‌های شما چند تا اشکال داره. منهای تجربه تاریخی است، یعنی گذشته رو نگاه نمی‌کنید. شما که در آسمانی اگر بذارید میگم همون دولت آقای خاتمی که مدعیش هستید نتونست دیگه، چند بار رفت لوایح دوقلو و چیزهای مختلف، یعنی نتونست تعامل بکنه. واقعا دوگانگی وجود داره. منهای تجربه. حالا شما تو اون 4 دقیقه خودتون بگید دیگه. طرح من که زمین خورد دیگه. 2 عملگرایانه است نه هویتی. عملگرایانه است. اشکال دوم،
اشکال سوم، انقلاب و تجزیه و تکه تکه میکنه. اگر تجزیه نکنه از هویتش به اسم وفاق تخلیهش میکنه، هیچی نمیمونه. میگیم چی؟ میگیم خب فقط ایران. خب ایران که زمان ایران که زمان اعلیحضرت هم بود دیگه، چرا پس انقلاب کردید اصلا؟ کلا ایران یکیش ایران، یعنی هویت ملی ما که نه آخه چه فضلی داره. هر کی عراق هم میگه عراق، آلمان هم میگه آلمان. خب این چه فضیلتیه؟ شما از اون سنت تاریخی و هویت دینیمون تویی شده. اولا تو ایران همه اینا هست. حداقل ایران من ایران انضمامی که همه اینا توش هست. همین توش هست. بله. خب چرا اگر توش هست اون بیانیه‌ای که امضا کردید لفظ دین رو می آوردید؟ کدوم بیانیه؟ همین بیانیه مشترکی که امضا کردید. تغییر پارادایم. نه بیانیه بعدش که با دوستان امضا کردید. من در نقد اون متن نوشتم. نه تغییر پارادایم عرض می‌کنم. اون که میدونم که نه بیانیه بعد از اون که نوشتید لفظ دین رو می آوردید. لفظ دین رو می آوردید. بله. شما میگید من اینا رو میبینم. نه اونجا اصلا بحث این چیزا نبود. برای چی بحث شرایط پس از جنگ بود. اونجا میگفتش که آقا نه تسلیم نه تسعید، راه دیگه ای هم هست. نه من سوالم اینه جهانی و منطقه داره عوض میشه. نقش چی رو ببینید؟ اجازه بدید بذارید من این حرفمو بزنم دیگه. این فرار نکنید. شما میگید من همه اینا رو تو ایران میبینم. میگم خب اگه میدیدید تو اون بیانیه مشترکتون لفظ دین رو میآوردید. همه جا باید درباره دین حرف بزنید. همه جا نه. اونجایی که داری بیانیه میدید چرا دفاع مقدس رو دفاع عرفی تعریف میکنید؟ چرا؟ چون اصلا دین رو دیگه مقوم حیات جامعه ایرانی نمیدونید. من دین رو کاملا از مهمترین مقومات جامعه ایران میدونم، در کنار خیلی چیزای دیگه. ولی داری درباره سیاست خارجی حرف میزنیم. مگه متولی دین صرفا دولته؟ چی گفته؟ حالا باز میگم شما مرتب حالا میپرید. واقعا شما فکر میکنید مثلا در راستای ترویج هر کدوم از ارزش‌های دینی واقعا شما ابزار دولت رو موثرترین می‌بینید؟ اصلا هیچ ربطی به حرف من خب دیگه من دارم میگم یک درباره دولت اصلا من دارم میگم آقا روایت شما از ایران سکولاره، میگید نه نیست، من همه چیزو میبینم. میگم دو قلمشو اونجا میآوردی. من روایتم پسا سکولاره اصلا هر چی که میگی هر چی هست دین توش نیست دیگه. اگر بود در اون بیانیه می آوردید دینی. بله دین آقای مصباح تو روایت من نیست. اصلا دین آقای مصباح رو قبول ندارید. حاج قاسم دین سازگار با عقلانیت و اخلاق و خادم همبستگی رو من قبول دارم، ولی هیچ ربطی به متن اون بیانیه نداره. اتفاقا ربط داره. همون حاج قاسمی که استناد کردید دو تا گزاره کلیدی داره. گفت یک، ملت ما ملت امام حسین، مقاومت رو مطرح کرد. اینو منم گفتم اصلا ایران زیر پرچم امام حسین و زیر پرچم ایران میشه. چرا دینو حذف کردی؟ حذف کردی. همه چی باید بیاری. خب الان دارم میگم دیگه. تو بیانیه چرا نیوردی؟ یعنی لازمه بازجویی نمی‌کنم، دارم سوال میپرسم. شما میگی من قبول دارم. من درباره دین خیلی نوشتم. من قبول دارم. ولی جاش اونجا نبوده. چرا؟ ما داشتیم درباره سیاست خارجی پس از جنگ. بابا اون آدمی که پشت لانچر نشسته، حاجی زاده بقیه همه آقا بذار حرفامو بزنم. چرا قطع می‌کنید همه شما پریدید. این 4 دقیقه مال من بود. من 2 بار تو این گفتگو پریدم، شما 550 بار پریدید. اصلا نمی‌ذارید. اجازه دادم که می‌خواید من کل برنامه رو تقدیم شما کنم که حالا خب تموم شد دیگه. ببینید، یک منهای تجربه تاریخی بود، 2 عملگرایانه است نه هویتی، 3 انقلاب و تجزیه می‌کنه، از هویتش رو دچار فرسایش میکنه. من هویت ذاتی قائل نیستم اصلا برای انقلاب. خب همین دیگه. آره آفرین. تو همون انقلاب خودتون الان گفتی چند تا نیرو بودن. اصلا همینه. شما میگی من انقلاب ذاتیاتی نداره دیگه. سیال ژله‌ای دیگه. همین بس ذات ثابت روایت واحد بله نداره. یعنی به امام هم استناد کنیم امام هم نمیشه روایت اصیل. چرا؟ ایشون یه روایتی داره. اون اصیل هست یا نه؟ یعنی چی؟ نه روایتش معتبر هست یا نه؟ یا ایشون هم میگید معصوم نیست اگه بگم. به کجای روایت؟ کجای روایت؟ من به همه 21 جلد صحیفه امام ایمان دارم. میدونید بخشایی از هم با هم تعارض داره به خاطر تفاوت زمینه‌ای تر. الان بگم در مورد این صحبت کنیم شما میگید نه من دلیلی که دو تا مطلب میفرستم. خب اجازه بدید بگم. اون الگویی هم که اون الگویی هم که مطرح کردم. تمام شورای انقلاب فرنگی یه چیز میگفت، شورای عالی انقلاب یه چیز میگفتن. تمام کسایی نیروهایی که مشارکت داشتن در انقلاب من به اونها استناد کردم. من به متفکران انقلاب
متفکران انقلاب هم خیلی تکثر داشتن. چه تکثری؟ شریعتی فرق داره با مطهری فرق داره با بهشتی فرق داره با امام فرق داره با بازرگان فرق داره با قطعاً بازرگان تروریست فرخ نگهدار. اینا تروریستان انقلاب بودن؟ نه اینا بله هر کدوم روی یک گروه اجتماعی مشارکت کننده در انقلاب اثر داشتن. خب چقدر برش داشتن؟ روایت غالب کی بود؟ حکومت بر اساس قبول دارم که روایت غالب روایت نیروهای فعالان مسلمان بود. ولی خود مسلمانان بازرگانی یعنی من الان در مورد انقلاب اسلامی میخوام نظر بدم نسبت به دیگری بگم فرخ نگهدار چی گفته؟ یه چیز میگه نه میگم همه اینا شما نمیتونین این کار کنید. تو انقلاب بودن خب بودن مسعود رجوی هم بود بله پس بگم برادر مسعود چی گفته؟ من نگاه میکنم تایید کنی شما دارین میگه همه بودن تکثرشو دیدم. حالا به نیروهای مسلمان اول صحبت اجازه به اول صحبت که عرض کردم با آقای مطهری گفتم متکثر، آقای مطهری گفت متکثر بوده اما یک نقش منفی داشتن دو نقش حداقلی داشتن. همین آقای مطهری با آقای مصباح که خیلی هم تو انقلاب نبود یه جور حرف میزدن. بله کجا اشتباه کجا تفاوته؟ من باز دوباره میگم گفتگو کنیم میگید آقا یه مناظره دیگه دعوت میکنم. نه نمیذارم من حرفم. ببینید شما ببخشید میگید باز دوباره همونو این یه جمله رو بگیم و تمام دیگه. خیلی خوب. حالا شما به هر حال روی یکی از این سرفصل‌ها به نظرم رضایت بدید گفتگو کنیم دیگه. بله شما همش میگه وفاق دیگه، گفتی همه رو جذب می‌کنی. من فاشیستم جذب کن. رو منم یه کار فکری فرنگی انجام میدی. من به شما نگفتم فاشیست. نه نمیگم شما گفتی. خودم دارم رو خودم حساب میگم شما رو ما هم گفتگو کن شاید یه جوابی بده دیگه. بیا من اینجا دعوت شما رو اجابت کردم گفتگو کنیم. بیرون از اینجا ان شاءالله روی این فقره‌هایی که الان ولی اون خدای جمشیدی رو به عنوان کیس وفاق ببینید اگه بتونید. ولی میدونید وفاق با کسی میشه کرد که دیگری رو به رسمیت بشناسه. به رسمیت یعنی چی؟ شما اصلا انکار میکنید. چرا انکار یه ذات واحد داشت و الان همون جوانان مومن حزب اللهی هم بعد قدرت دستشون باشه و بقیه فقط برن تو جامعه مدنی واسه خودشون حرف بزنن. لازمه این نوع وفاق دست بردن در ذاتیات انقلاب اسلامیه. من کدوم انقلاب اسلامی؟ انقلاب اسلامی شما اینجوریه شد. آقا جون من جمهوری اسلامی اگر می‌خواستم حرف خودم رو بزنم که به بزرگان تئوریک ارجاع نمیدادم. من راستش به یه نفر و دو نفرم ارجاع نمیدادم. من به نظرم میراث امام، خود جمهوری اسلامی، قانون اساسی همه اینا نقیض حرف شماست. امام که اصلا نه منتظری رو تحمل کرد نه امام که تو صورتبندی آقا این جملهشه که کدوم نیرو حق مشارکت سیاسی داره. خب به نظرم این میراث کاملا تکثر پذیرتر بوده و به نظرم اگر ادامه پیدا میکرد و الان هم ادامه منطقیش اینه که تکثر پذیرتر بشه، عادلانه تر بشه. خب اشکال منو جواب بدید دیگه. حتی اجازه نداد نهضت آزادی حزب تأسیس کنن. چرا؟ خب آقا اجازه بدید دیگه بذاری به حرفم بزنم. شما هی قطع می‌کنی برادر من. اجازه مداخله نمی‌کنم که نه ببینید شما میگید امام متکثر بوده. نه من از شما متکثرتر تکثر پذیرتر بوده. آفرین تموم شد. ولی خود ایشون هم آخر جنگ تکثر پذیرتر شد. الان هم به نظرم تکثر پذیرتر باشه. نقطه رو بذار من جواب بدم دیگه. نقطه رو بذاری من جواب. امام از من متکثر. امام از یه ذره وقت بگیر. شما بعدش می‌خواید آهنگ پخش کنید دیگه. بذارید دو کلام منعقد بشه. ببینید امام از من متکثرتر بود. من اینجا به شما گفتم که دولت دینی باید اینطور باشه. بهشتی هم بود. آقای می‌خواید مطهری هم بود. چی میگه آیه؟ بعد حالا جمشید بگید. امام از من متکثرتر بود. بسم الله. امام چی گفت؟ امام تو حوزه دولت گفت لیبرال ها ممنوع هیچ که اینجا من با امام اشتراک دارم. من اینجا با امام اختلاف دارم. من اگر بودم به بازرگان اجازه تأسیس حزب میدادم. امام تو عرصه عمومی اجازه تأسیس حزب نداد. من رادیکال ترم یا امام؟ جواب بدید و در ندید. من به نظر وقتی شما حق مشارکت سیاسی رو میگید امام نداد. آقا امام نداد. جواب بدید دیگه. ببین فرار نکنید. و به نظرم همه شرایط خاصه. الان آقا به جریانی اجازه بدیم که فتنه ایجاد کرده. من بودم همون موقع اجازه میدادم ولی به نظرم خب شما هم پس با امام مثل من اختلاف داری دیگه. پس امام پس در این زمینه پس من و شما منبسط‌تر از امام فکر می‌کنیم. پس من منقبض‌تر از امام فکر نمی‌کنم. اگرم به تاریخ ارجاع میدی تو حوزه سیاسی منقبض‌ترید. خب چجوری منقبض‌ترم؟ من اگه بودم به بازرگان اجازه حزب که میدادم. آقا تو قدرت نمیذاری بیا. حزب که اجازه بده. حزب بدون ببخشید یه لحظه به من اجازه بدید. الان 123 و تقریبا 4-5 فقط یه نکته دیگه من بگم حرفم تموم. نه چرا تمام؟ یه دقیقه وایسید. این حزب باشه نخودی باشه. 7-8 دقیقه وقت. اینو به امام بگید به من نگید که
به امام بگید، به من نگید. آقا خیلی من فقط این نکته‌ای که آقای بهشتی الان دوستان یه 10-12 دقیقه وقت دادن. من میشه دوباره همینجوری بحث کنم؟ من یه جمله میگم بعد شما شروع کنید. من این زمانو نصف کنید. فقط یه جمله میگم. نه بگید تجربه نه یه جمله میگم بعد زمانو تقسیم بر 2 کنید، نصفشون نصف من. باش. این جمله آقای بهشتی اوج مدارا بود، حتی از مطهری هم بسیار بیشتر. بهشتی نسخه 1 و 2 داره. نسخه 1ش همون بود که گفت امام گفت اینا تو شورای انقلاب نیا. یه ذره دندون سرجی من مخالفم، منو تحمل کنید. بذارید کلام منعقد بشه. این آقای بهشتی گفت امام مخالف بود ولی من اصرار کردم که بیان، اومدم. آقای بهشتی آدم اهل مدارا، چی شد 2 سال بعد کار به جایی رسید گفتی یا من تو قدرت باشم یا اینها؟ چرا؟ گفت دوگانگی فرسا. این چکیده تجربه بهشتیه. میگه کار مردم به سامان نمیرسه، بار جمهوری اسلامی هم اینجوری به مقصد نمیرسه. 8 سال بریم مذاکره، 3 سال مقاومت، دوباره برگردیم اینجا، دوباره اینا حرکت‌های این جوانان مؤمن حزب اللهی نمایندگی روشن دیگه. اون شما چند درصد نصف کنید لطفا. چند درصد بشن شما از این ایده دست میکشید؟ 1% اصلا فرقی نداره. 1% هم باشن شما میگید باید بله عرصه سیاسی ملک طبق اونا باشه. من باید جواب بدم؟ نه میگم اصلا 1% نیستن که کی گفت 1%؟ شما فرض کنید آقا جون شما انتخابات اخیر رو با 3 میلیون بیشتر بردید. نگید اکثریت میخندن. با 3 میلیون رأی که بدنی قومیتی هم داشته، هیجانی و توده‌ای بوده. با 3 میلیون بیشتر، این که اکثریت نیست که. فرض کنید. من فرض محال نمی‌کنم، فرضی که تو از ذهن نمی‌کنم. خب الان که شما میگه علل ارز دیگه، فرضی بکنید که علل ارز باشه. شما انتخابات اخیر رو با 3 میلیون بیشتر، کدوم اکثریت؟ الان ولی اقلیته. اما حامیان جمهوری اسلامی میتونن تمام ذی‌نفعان زندگی و امنیت و آرامش و رشد و اقتدار و قدرت ایران باشن، با اینکه خیلیشون از این جنسی که شما میگید نیستن. من شخصا فکر میکنم این برنامه، این پلن بی، این برنامه جایگزینی که نتانیاهو داره، من امیدوارم همینجوری جنگ نشه ولی در اون حالت واقعا نگرانم بشه، اینه که از همین جنس گرایش ها منجر به آتش های جدید بشن. حالا یه بخشش میتونه حول ضعف خدمات عمومی و پایه صورت بگیره، مثلا برق و گاز و بنزین و غیره. یه بخشش هم از همین نگاه که ما هر کس که چنین ویژگی نداره از جنس جوانان مؤمن حزب اللهی نیست و از بازی سیاست خارج کنیم، بذاریم تو جامعه و جامعه مدنی به قول شما نخودی باشن و با هم حرف بزنن و بدون تاثیر در سرنوشت همگانی. من شخصا فکر می‌کنم حتی جوانانش هم شما نمیتونید دفاع بکنید. جوانانم باز باید تو قواعد بازی عادلانه بیان بالا. یعنی مگه سن زدگی میشه؟ شاید یه نفر 70 سالش باشه، حق داشته باشه تو مجلس هم باشه. یه سوال بپرسم. هم همینطور. الان شما قبول دارید که یک تعارضی ایجاد شده بین تکثر ذی‌نفعان و حل مسئله؟ نه. من به نظرم ناشی از عادلانه نبودن قواعد بازیه. یعنی اتفاقا وقتی شما اینا رو نیارید دور میز، مسئله هی حل میشه، هی میزنن زیر میز و همه باید دور میز بشینن. یعنی که به نظر شما کسانی که دور میز نشستن ناعادلانه اومدن نشستن که مسئله حل نمیشه؟ بخشی از ذی‌نفعان دور میز نیستن و به نظرم اینکه هسته سخت 90 میلیونی باید باشه یعنی اینکه همه دور میز بیان. حالا خیلی میخوام بگم آرمانیش خیلی خوبه ولی در میدان ظاهرا چنین در میدان میشه تدریجی به سمتش رفت. یعنی میتونیم یه کاری کنیم انتخابات بعدی 20% مشارکت بیشتر شه، 40% 1403 مرحله اول. اگه 20% بخواد بیشتر بشه یه اتفاقاتی باید بیفته. شما باید قدرت متشکل رو به رسمیت بشناسید، باید قانون انتخابات حزبی بشه، باید حزبای خورده چنان که آقای جمشیدی هم حتی قبول دارن بتونن واقعا فعالیت کنن. دقیقاً نکته اینه که این تجویز که حل مسئله از تقسیم قدرت ایجاد میشه، نه فقط این محل اشکاله. یه بخشیش هم روی کرده. یعنی من به همین گفتم که شما سیاست ستیز رو ببرید به سمت سیاست توافق، نه اینکه شما هیچ رقابتی نداشته باشید. اگه بشه که خیلی خوبه. به نظرم میدان سیاست ورزی ایران این نیست.
همون که آقای جمشیدی ما بله. خیلی میخواد بگه که مثلا آقای بهشتی هم اولش مثل شما فکر میکرد. بله. ولی موقعی که اومدن دوره میز نشستن نمیشه، گفتن خب عادتواره شده، هابیتوس شده این سیاست حذف و ستیز که اصلا دیگری رو شما یه جایی بعد نمیتونی باش کار کنی و زبانت متناسب با اینه. من به نظرم اصلاحات به معنی دقیق کلمه اتفاقا توافق وسیع‌تر هم بین نیروهای سیاسی هم اجتماعی میخواد بسازه حول آنچه که من خیلی دوست دارم طرح شما رو، منتها یه مقدار مشکوک امکانش من موافقم که حتی بین اصلاح طلبان هم 2-3 دهه استراتژی‌های به تعبیری ستیز که بیشتر برآمده از ادبیات دهه 90 میلادی گذار و اینها بود غلبه داشت. خود مثلا آقای خاتمی آدم خیلی تفاهم‌گرایی بود، ولی بالاخره بخشی از نیروهای سیاسی فکر می‌کردن با فشار فتح سنگر به سنگر انواع ستیز میتونن نتیجه بگیرن، در حالی که درست برعکس اصلاح طلب باید توافق وسیع‌تری در میان حکمرانان میساخت، این شکاف‌ها رو کم میکرد، به جای اینکه دو قطبی بسازه پل میساخت و به میزانی که این کارو میکرد احتمالاً پایدارتر هم میشد نتایجش. مفهومی و زبانی هم در اصلاحات ایجاد شده. به این معنا دو تا راه برده. پزشکیان شاید این کارو کرده. به این معنا بله. چرخش زبانی ایجاد شده. دو راه برده. البته با دوی که پزشکیان شروع نشد. یه بیانیه من خودم جزو امضا کنندگانش بودم. جان مایش این بود، معروف شد به روزنه‌گشایی. اگه من دعوت میکنم یه بار دیگه بریم بخونین، برخلاف همه اتهامات ناروایی که زده میشه. جان مایه اون اینه که در سیاست ما باید توافق گراتر بشیم، باید دیگری رو بخش از حل مسئله کنیم، تدریجی گراتر بشیم، به تعبیری اصلاحات رو محقق کنیم، نه اینکه صرفا ازش ببریم و دنبال نتایج دفعی که میدونیم ازش خشونت هم زایده خواهد شد بریم. ببخشید یه سوال من پرسیدم دوستان چقدر وقت داریم؟ خب آقای جمشیدی دوستان میگن که برای اینکه بحث یه تعادلی هم ایجاد بشه، اگه نمیدونم دوباره میترسم دعوا بشه، یه اندازه 7-8 دقیقه فرصت دارن دوستان. گفتن که یعنی چون از بیرون دارن بحث و سردبیری میبینن، گفتن که به نظرم یه 5 دقیقه آروم هم بتونیم جمع‌بندی بکنیم. حالا نمیدونم اگه میخواید دوباره دعوا نکنی در حد 3-4 دقیقه. من خودم الان 3-4 موردی که سرش توافق داشتیم شناسایی کردم. وفاقی من به نظرم اگه آقای جلالی‌پوری لطفی بکنید، بزرگواری بکنید، آره یعنی وارد بحث آقای جمشیدی نشید، 3-4 دقیقه‌شون جمع‌بندی بکنه و شما اینجوری شاید برنامه با یه من شخصیتم تضاد بیشتر باشه. ببینید من چند تا نکته دوباره بهش تصریح کنم. بین عرصه رسمی و عرصه عمومی تفاوت وجود داره. در عرصه عمومی همه اون 90 میلیون نفر هستن، هیچ شهروند درجه 1 و 2 اینها نداریم، همه میتونن حرف بزنن از رسانه ملی. اونجا من هیچ مشکلی ندارم، یعنی اونجا رو عرض کردم، این اشتباه نشه بینش که اونجا انقباضی نگاه میکنه، نه. ولی دولت دینی که بهشتی گفت امامت متقین است، رهبری گفت اصلا مسئولین باید نماز شب بخونن، بله خیلی باید تقوا داشت. امام گفت رئیس جمهور یک سیلی نابجا بزند ساقط است، ولی فقیه نگاه به نامحرم کند ساقط است. شرایط خاص داره، حتما شرایط خاص. نکته دوم، بعد ببخشید این اشکال رو که در برنامه چند بار طرح شد که نظام‌های سیاسی که مبتنی بر وضعیت اجتماعی نیستن ناپایدارن، اینو شما قبول ندارید؟ من معتقدم حالا این نکته آخر نوشته بودم الان بگم، کثرت بازی انتخابات، تعدد انتخابات حاصل تکثر سیاسی نیست، حاصل کارآمدی اقتصادیه. یعنی اصلا من نگاهم مبتنی بر سیاست و اینا نیست. مردم اینو نگاه نمی‌کنن، مردم معیشت قفل شده روزانه‌شون رو نگاه می‌کنن. ملاک اینه، چون ببینید دشمن وفاق ناکارآمدیه و فساده. مسئله این هاست. اصلا حالا 10 تا نامزد متنوع بیاد، این ربطی نداره که مردم بیشتر بیان. خب مگه این انتخابات اینطوری نبود؟ حالا بیشتر اومدن. چقدر بیشتر اومدن؟ چه اتفاقی افتاد؟ وقتی که یک جامعه 8 سال به برجام گره میخوره، دچار سرخوردگی میشه، وقتی که 98 و 96 رخ میده، وقتی که تورم شوکاش مرتب جامعه را عصبی میکنه، شما از ملی مذهبیان بیار. خب بیار، چه فایده ای داره؟ اصلا زمین بازی سیاست نیست، زمین بازی اقتصاد و کارآمدیه. همه گفتمانهای سیاسی رو تجربه کردن 40 خورده ای سال مردم. تشنه کارآمدی ان، اینن. اصحاب سیاست نه، بحثو میبرن تو زمین تکثر سیاسی و این بیاد و اون بیاد. خب اومدن چه فایده ای داشت؟
نه این به نظرم اصلا این چیز اشتباهیه. حاصلش هم میدونید چی میشه؟ هیچ نون و آب که برای مردم نمیشه، فقط میشه دوگانگی فرساینده که بهشتی گفت تهش هم کار مردم به سامان نخواهد شد. ببینید چقدر جمهوری اسلامی دچار امراض معلقه، دهه هاست حل نشده، دچار مسئله های معلقه و حل نشده. واقعا مشکل این بوده که همه تو صحنه نه، همه نیروهای سیاسی نبودن، واقعا مشکل این بوده. نه، یه نکته دیگه هم وجود داره که متاسفانه ازش غفلت شد و اون اجماع ملیه. چرا در جمهوری اسلامی هیچ اصول موضوعی تولید نمیشه؟ چرا همیشه مسئله میمونه؟ چرا هر دولتی، همین آقای شمس الواعظین مقاله خوبی 30 سال 25 سال پیش نوشت، گفت نمیدونم 2 دولت تمام 3 گفتمان ناتمام، همچین چیزی، یعنی همون جامعه کوتاه مدت آقای کاتوزیان و اینا. خب بس این حرکات زیگزاگی و نوسان، این که فایده جامعه سرخورده شد تهش دیگه، بعد از اون همه مشارکت و چیزهای مختلف. جامعه وقتی که ببینه بازی سیاسی رو معیشتش تاثیر منفی میذاره، خب حتما نمیاد، حتما مشارکت کاهش بدون کنه. مسئله سیاست نیست، مسئله کارآمدیه، مسئله اقتصاده، مسئله تولید نشدن اصول موضوعی تو جمهوری اسلامیه، مسئله قطع بودن دولت هاست، تکه تکه بودن حاکمیت. هر کس مسیری رو میره. همین قضیه برجام سال 81 وسطش تا 84 دست خود آقای روحانی و خاتمی بود، رفت خودشون نوشتن جواب نمیده، دوباره این آتیش رو 92 روشن کردن تا 1400 ادامه پیدا کرد، دوباره بعد آقا چرا همچنان اشکالات بازرگان رو مطرح میکنید؟ کی میخواد تجربه تاریخیتون هم باشه بشه؟ چرا حافظه تاریخی ندارن نیروهای سیاسی؟ چرا هی مرتب تکرار میکنن؟ چرا حرفای بازرگان دوباره داریم میشنویم؟ این ضعف دیگه. حالا شما هی بگو میشینیم گفتگو میکنیم. چه گفتگو؟ آقا گفتگو که هیچی. اصلا رهبری گفت دلیل تجربه هم یه ده رو آگاه نمیکنه. این مطلب زمانم تموم شد. نه یک دقیقه. فقط میخوام یه نکته بگم. مانع وفاق چیه؟ به نظر من 2 تا عامل مانع وفاق حقیقی، نه با اون روایتایی که عرض کردم که مثلا دعوت به وفاق بکنیم بگیم حالا وفاق داشته باشید، یا مثلا 2 نفر از فلان جریان سیاسی نصب کنیم بگیم حالا ما که کوتاه اومدیم. من که مشکلم اون نیست که فلان کس تو دولت باشه یا نباشه، رأی آوردید همه رو از جریان خودتون. من دنبال معیشتم هم که میبینم معلق معطله رد میکنه. مگه ساختار رو نمیدونستید که وارد شدید؟ نه میگم شما میگید چه بعد اون آدم‌ها چه اشکالی دارن که رد میکنن؟ چه اشکالی دارن که رد میکنن؟ واقعا خیلیشون هیچ اشکالی ندارن. نه ساختار گزینش جمهوری اسلامی احتمالا خیلی ما 1 ساعت و نیم دارم توهم میبافم که لیبرال‌ها تو حاکمیت. ساختار گزینش حتما اشکال داره و میتونه عادلانه‌تر و فراگیرتر. عادلانه‌تر یعنی اهل مداهنه‌تر و بیخیال‌تر و یه موقع توش قطب جنوب در میاد. این فکر کنم خطرناکه. عادلانه‌تر باشه دو تابعیتی در میاد، مسئله در میاد. بعد مثلا پزشکو میکنن استاندار، بعد نمیدونه قصه چیه، عدم آقا حکمرانی به خدا عقل داره، قاعده داره، زاویه داره. در میاد از بهترین مسئله شناسان کشور. حالا که دیدیم در دیگه اینجوری نمیشه، آبمون اینجوری نمیشه، وضعیت تشکلمون اینجوری. خب به خاطر همین که رد کردیم اونایی که میتونن تعهد شفاهی دادید که یه دقیقه رو بذارید. این موانع وفاق به نظرم 2 تا چیزه. یک، این تکثر، الان میگم لیبرال، ایشون میگه من شما رو نگفتم، من دارم فضای غالبو میگم. آفتش تکثر لیبرالیه. جامعه تکه تکه شده، حاکمیت تکه تکه شده، امور اجماعی رفته، اون وحدت کلمه امام که دهه 60 گفت اون فرو پاشیده. ما مخیر نیستیم بین استبداد دینی و تکثر لیبرالی. چرا ما رو بین این 2 گزینه مخیر میکنه؟ مگه دهه 60 دهه استبداد دینی بود؟ مگه گفتمان امام نه تکثر لیبرالی بود نه استبداد دینی بود؟ نه، این نوع جامعه رو تکه تکه کردن و تمایز آنچنانی، خب معلومه دیگه هیچ راهی به هیچ جا نداریم، سر هیچی هم به اشتراک نمی. کی جامعه رو قطع قطع کرد؟ کی جامعه ایران رو قطع قطع کرد؟ خیلی حرف دارم ولی نمیزنم که چه نقشی در تکه تکه کردن جامعه ایران جریان لیبرال داشت. نکته دوم، اولیگارشی. من نمیدونم، حالا باز یه حرف ناجور نزنم، ما انگار 2 تا حاکمیت داریم. یه اولیگارشی به شدت پرقدرت شکل گرفته، اقمار این چیزی که رهبر انقلاب گفتن طبقه نوکیسه میخوان در جمهوری اسلامی شکل بدن، ثروت‌های بادآورده، فرمان 8 ماده‌ای رو دادن، نمیدونم حقوق نجومی و بانک‌های خصوصی دارن خدایی میکنن. این به شدت مردم آزار میده. اصلا وفاق دیگه معنا نداره. سرمایه، ببینید آقای چیزی که من به این نتیجه رسیدم
چیزی که سرمایه اجتماعی رو من نرسیدم، خیلی هم مثلا گرفت، چیزی که سرمایه اجتماعی رو داره میسوزونه بیشتر از همه هم داره میسوزونه اقتصاد سیاسیه. بسیار عالی. بله خیلی بحث آخریه رو خیلی موافقم با تو. الحمدلله. آقای جلایی پور که دیگه اصلا خودش جزو با سابقه اقتصاد سیاسی و ولی جلایی پور یه رگ چپ خیلی خوبی دارید، یعنی بیش از یه رگ. آره. عرض شود که لذت بخشه. خیلی ممنون. راستش من خیلی نکات شاید شبه جدلی بزنم میرسه، اونا رو میگذرم، وقت محدوده با توجه به اون دعوتی که شما کردید، ولی دو تفاوت هست که به نظرم خوبه برجسته بشه. یکی این که به نظرم این تکثری که ایشون میگه حاصل شده دیگه زدودنی نیست، اگه بیشتر نشه کمتر نمیشه و این با همبستگی تکثر پذیر قابل جمعه. منم نه تنها جزو آدمایی نبودم که بخوام این جامعه رو تیکه پاره بکنیم حول اونها، بلکه برعکس در حد توان خیلی محدودم به بهانه‌های مختلف، کرونا، جنگ، سیل، ضد تحریم، اینا ما منادی همبستگی بودیم، ولی این نوع همبستگی تکثر پذیر و به نظرم اگر شما اینا رو تکرار حرفای گذشته می‌بینید، این مواردی که شما میگید خیلی بیشتر تکرار حرفای گذشته است و من به نظرم خود اون بزرگواران اگه الان در قید حیات بودن الان حرف دیگری می‌زدن متناسب با تغییر صحنه. شخصا فکر می‌کنم این تشخیص درسته که مهمترین عامل افزایش نارضایتی اقتصادی و مشکلات معیشتیه، ولی برای افزایش کارآمدی، برای رشد بیشتر، کاهش نابرابری بیشتر، ما به اصلاحاتی نیازمندیم که از جنس به قول ایشون سیاسی هم هست، نه فقط سیاسی، اقتصاد سیاسی هم هست. و مثلا اگه ما الان فکر میکنیم که خوب ارتباط راهبردی در تراز بالاتری با چین داشته باشیم، مثلا تو حوزه هوش مصنوعی، ترانزیت، انرژی‌های نو، خودرو، ارتباطات علم و فناوری، در هر کدوم از اینها یه سری پیش نیاز داره. چینی که ایران رو با ثبات ببینه، یه آینده‌ای واسه نظام سیاسیش قائل باشه و حس کنه که جمهوری اسلامی 10 سال دیگه پایه اجتماعیش قوی تر از امروزه وارد رابطه راهبردی با ایران میشه. به نظرم یکی از لوازم همین اقتداری که ایشون میگه این هستش که حتما مشارکت سیاسی انواع اقسامش، نه فقط در انتخابات، از جمله در انواع مجراهای متشکل افزایش پیدا بکنه، از جمله در فضای آنلاین. به نظرم هیچ مرجع واحد انحصار حقیقت و تشخیص خیر همگانی که بتونه متکی به اسلحه نظرش رو تحمیل بکنه به دیگران نباید داشته باشیم. حتما باید درباره این که اصلا خیر جمعی ما چیست با هم گفتگو بکنیم و هیچ راهی نداریم جز این که در یک قواعد بازی عادلانه چرخش قدرت داشته باشیم. شخصا فکر میکنم به طور خاص گزینش ها که حالا توی این رفت و برگشت داشتیم بهش اشاره شد اتفاقا یکی از نقاط شروعه، یعنی فرایند جذب و ارتقا در نهادهای عمومی ما، در نهادهای نمایندگی خیلی باید فراگیرتر و عادلانه تر بشه. من راستش امید داشتم که بعد از جنگ یه فرصت درخشان بود به سمتش بریم، نشانهایی هم دیده میشد که میخوایم بریم، یه سری نیرو هم واقعا تلاش کردن، یه کارایی هم شد، بالاخره یه عفو نصف نیمه اتفاق افتاد، یه لایحه‌ای الان برای ایرانیان خارج از کشور ارسال شده، یه چند تصمیم معطوف به 90 میلیونی شدن هسته سخت اتفاق افتاد، ولی خیلی کمتر از آنچه که لازم بود و هنوز ممکنه و به نظرم ضرورت امنیت ملیه. الان نتانیاهو منتظره که دو قطبی از یه حدی بیشتر شه، نارضایتی از جمله ناشی از همین که شما بخش زیادی از جامعه رو که جوان مؤمن حزب اللهی نمیدونید از تأثیر بر سرنوشت همگانی محروم کنید. یعنی تو انتخابات شرکت نکنن. من گفتم تو انتخابات شرکت نکنن. الان ما هم حق رأی فراگیر میخوایم، هم حق نامزدی فراگیر میخوایم و به نظرم اینا مکمل همن. و البته میفهمم که اینا دفعی حاصل نمیشن. ما نه جی دی پی مون یک شبه مثل آلمان میشه، نه
رقابت سیاسیمون یک شبه عادلانه میشه، ولی به تدریج میتونیم عادلانه‌تر و فراگیرترش بکنیم و باید بکنیم. جامعه هم باید حس کنه، 5 سال بعد اقتصاد قوی‌تری هستیم، نظام سیاسی عادلانه‌تری داریم و افق بهتری برای جامعه بسازیم. گام‌های اولیه رو اگه برداریم به نظرم افق تغییر میکنه. الان به قدر کافی اون نشانه‌ها رو نمیبینه. بسیار متشکرم آقای جمشیدی، بزرگواری کردین جناب جلایی پور. خیلی حالا فکر کنم آغاز خوبی بود دیگه. حالا ان شاءالله البته یه تدبیری ان شاءالله بکنیم. من میدونم بحث جذابه و ولی چون تمدید وقت اینجوری هم یه مقداری بعضی موقع‌ها به اون فرآیند کلی برنامه ضرر میزنه. بالاخره دوست دارم همه یه ساعت و نیم منضبط‌تر ببینن. ان شاءالله من در جلسات آینده اگر عمری بود و خلاص دوستان یه مقدار منضبط‌تر میتونیم بحث رو ان شاءالله من مدیریت بکنم که به 2 ساعت و اینا نکشه خلاص. ولی خیلی خوب بود. بالاخره ان شاءالله که بینندگانم استفاده کرده. من مجدد عذرخواهی میکنم، خود ایشون فرمودن که خیلی بحث صمیمی و خوبی بود. یعنی شاید یه مقدار اینم که بالاخره همسن و سال هم هر خلاص اعضا بودیم، خود اینم کمک کرد که بحث خیلی یعنی نشون دهنده اینه که این نسل بالاخره ماها ظرفیت‌های گفتگو و وفاق بالایی داره. خلاصه ان شاءالله جمشیدی هم سرنوشتیم. بله، سوار یک کشتیم. اتفاقا مسائل مشترک زیاد داریم. یعنی اینجوری نیستش که درباره هیچ چیزی نتونیم فرمون رو بدیم دست خلاصه. خیلی بزرگواری کردین. ان شاءالله که شبتون خوش تا وقت دیگه و برنامه دیگه. خدا نگهدار.